بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با قسمت دیگری از برنامه حجت بی حجت در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان همیشگی برنامه ما حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان که خوش آمدید میگیم بهشون. بنده خدمت جناب علی و تمامی بینندگان عزیز و من در ضمن ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی خواهم بود. جزاکم الله خیر. همونطوری که میدونید ما بعد از پایان بحث 40 روایت صحیح سندی که ادعا کرده بودند در اثبات امام زمان خیالیشون دارن و رسوایی که به بار آورد حجت الاسلام شترمرغ و سوالاتی که ما در برنامه‌های متعدد مطرح کردیم و هیچ پاسخی نشنیدیم و در شروع هر برنامه این سوالات رو تکرار میکنیم با امید اینکه حجت الاسلام ابوالقاسمی در شبکه ضلالت یا اون 200 تا مرجع عالی قدر و دکتر و اساتید حوزه و دانشگاهی که دارن در پشت پرده این شبکه فعالیت میکنن و در تهیه برنامه هاشون کمک میکنن بتونن حداقل پاسخ یکی از این سوالات رو بدن تا اینایی که دیدن این برنامه ها رو و متوجه شدن که شماها حتی یک روایت و حدیث صحیح در اثبات اعتقادات باطلتون ندارید و ما یقین داریم که اگر همه مراجع شما و اساتید حوزه های علمیتون و دانشگاهاتون جمع بشن نمیتونن که به سوالاتی که مطرح شد پاسخ بدن. جناب مولانا در خدمت شما هستیم. سوالات اگر بار تکرار بکنید تا ببینیم که شاید این هفته جواب بدن. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمندی که در طی 3-4 هفته گذشته مباحث را دنبال کردند، این در جریان هستند که آقایون در شبکه ولایت ادعایی رو مطرح کردند که روایات مهدویت شیعه یا امامت اثنا عشر متواتر هست و متواتر نیازی به بررسی سندی ندارد. بنده بارها این عرض رو کرده بودم در برنامه‌های مختلف که تواتر در بالاترین درجه صحت هست و برای اثبات تواتر نیاز به بررسی سندی داریم و حداقل یک حدیث صحیح باید در میان این اسناد باشند، وگرنه اگر همهشون ضعیف باشند، همهشون در واقع دروغگو باشند راویانشون، به هیچ عنوان چنین روایتی به حد تواتر نمیرسد و عملا محال هست که شرایط تواتر برای چنین حدیثی در واقع بتوانیم که ما اون شرایط رو تطبیق بدیم. آقایون ادعا کردند که روایات مهدویت ما متواتر هست و نیازی به بررسی سندی ندارد و ما 40 روایت را به عنوان نمونه روایات صحیح السند معرفی کردیم که این 40 روایت رو ما چند موردش رو خدمت بینندگان عزیز بررسی کردیم و دیدیم که از نظر سندی به هیچ عنوان حتی با معیارهای شیعه هم نمیتوانند که صحیح باشند. اما تاکنون آقایون نیومدند که این احادیث را صحتشون رو که ما روشون انگشت گذاشتیم بیاند و در واقع برخلاف آن چیزی که بنده ثابت کردند بیاند صحت اون روایات رو ثابت بکنن. ادعایشان این بود که روایات متواتر نیاز به بررسی سندی ندارند. بنده عرض کردم در پاسخ به مطالبی که آقایون مطرح کرده بودند چند تا سوال رو من مطرح کردم که شما میگویید که روایات متواتر نیاز به بررسی سندی ندارد. به اعتراف آقای مجلسی و چندین نفر از بزرگان شیعه و اساتید علم حدیث و در واقع احیاگران تفکر شیعه، روایات تحریف قرآن متواتر هست و در حد روایات امامت هست. سوال بنده این بود که شما با کدام معیار علمی روایات متواتر تحریف قرآن را پاسخ میگویید که ما با همان معیار و با همان اسلوب روایات مهدویت شما را بررسی بکنیم؟ اما تاکنون روشی و منهجی و معیاری رو برای ما معرفی نکردند. این سوال اول بود. سوال دوم این که آقای ابوالقاسمی ادعا کردند که روایات که آقای مجلسی در بهار آورده 40 روایت هست و متواتر هست.
من بیش از 40 روایات از روایات واقفیه را آوردم، در اینجا تک تک نشاندهی کردم که شیخ توسی در کتاب الغیبه خودش آورده بود و عرض کردم که هم از نظر سند قوی تر هستند از روایات مهدویتی که مجلسی آورده و هم از نظر محتوا دقیق تر هستند و از تناقض و تضاد کمتری برخوردار هستند. شما روایات مهدی بودن امام موسی کاظم را با چه روشی، با کدام معیار علمی و با کدام اصول علمی شما اینها را پاسخ میگویید و رد میکنید که ما با همون معیارها بیاییم روایات مهدویت محمد ابن حسن عسکری رو در واقع بررسی بکنیم. من از ایشون خواسته بودم که قبلا عرض کرده بودم که ما روایت متواتری رو که راویانش مجهول و نامشخص باشند یا مبهم باشند ما نداریم. ایشون قرار بود که برای ما یک نمونه‌ای رو معرفی بکنند برای ادعای اثبات خودشون، اما تا کنون نمونه‌ای رو، یعنی یک روایت متواتر که راویانش در تمام طبقات مجهول باشند، تا به امروز ایشون معرفی نکردند. به دروغ یک روایتی رو آمدند و مشخص کردند، گفتن فلان روایت هست. بنده از خودمون کتابی که آقایون نشان داده بودم ثابت کردم که این روایت از دیدگاه اهل سنت و الجماعت، از دیدگاه امام احمد، جز روایات بی اصل و اساس هست، نه اینکه جز روایات متواتر باشه. یعنی بالفرض این که این روایت رو صحتش رو ما قبول بکنیم، در پایین ترین درجه صحت هست، نه اینکه در واقع متواتر باشد. ما همچنان منتظر یک روایت متواتری هستیم از طرف آقای ابوالقاسمی که تمام راویانش در تمام طبقات مجهول یا ناشناخته باشند. سوال چهارم این که آقای ابوالقاسمی به شعور بینندگانشون خندیدند و افترا بستند بر شیخ حازم شربینی و ادعا کردند که آقای شربینی گفته که روایات ضعیف که یک جا جمع بشوند متواتر هستند، اما ابتدای سفر رو نمایش ندادند که آقای شربینی گفته بود که بر مبنای روایات صحیح اگر متواتر ثابت بشوند. حرفشون این بود. اما آقای ابوالقاسمی تا کنون که تقریبا 4-5 برنامه هست که بنده این سوالات رو مکررن تکرار کردم، ایشون پاسخی رو ندادن و بیاند و دفاع بکنند از دروغی که به آقای شربینی بسته بودند و این اصل و قاعده رو آقای شربینی در کجای این کتاب معرفی کرده بودند، این قاعده رو برای ما معرفی بکنه. سوال پنجم این بود که ایشون ادعا کرده بودند که روایات متواتری هست که ضعیف باشند، آحادشون. من چون این چیزی رو انکار کردم، گفتم روایت متواتری که آحادش ضعیف باشند ما نداریم، اهل سنت و الجماعت ندارند. ایشون اومد با تدلیس یا اشتباهی که خود مؤلف کتاب آقای در کتاب النهج المبتکر در واقع مبتلا شده بود به آن، ایشون اومدند این روایت رو معرفی کردند که خودشون هم اعتراف کردند که این روایت و این حرف رو ما قبول نداریم. روایات مهدویتشون گفتند که از دیدگاه اهل سنت و الجماعت و از دیدگاه شیعه هم صحیح هستند و هم در واقع صریح هستند و متواترند. بنده همین عرض رو میکنم که بله، روایات مهدی نزد اهل سنت و الجماعت، البته مهدی اهل سنت و الجماعت، ما روایات صحیحی رو داریم و متواتر هم هستند. پس بنابراین این مثالی رو که شما آوردید نه شما قبولش دارید و نه ما قبولش داریم، مطابق با معیارهای علمی ما نیست. شما یک مثالی برای متواتر ضعیف السند که تمام سندهایش ضعیف باشند برای ما معرفی بکنید از کتابهای اهل سنت و الجماعت. ما باز هم ارفاق میکنیم به شما، اگر در کتابهای اهل سنت و الجماعت روایت متواتر ضعیف السندی پیدا نکردید، حداقل از کتابهای شیعه بیاورید. خجالت نداره و جای شرم هم نیست. شما بگویید که روایات تحریف قرآن با اینکه متواتر هستند اما از نظر سندی تمام سندهاشون ضعیف هستند، ما از شما میپذیریم. این ادعای شما و مثالی که مطرح بکنید برای ما قابل بررسی هست. با هم دیگر جلوی بینندگان عزیز ما انشاءالله این مثالها را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد.
و سوال آخر و سوال ششم، ایشون ادعا کرده بودند که روایات مهدویت محمد ابن حسن عسکری نزد ما متواتر هست. بنده عرض کردم با توجه به شرایط تواتری که شیعه تعریف کردند، شرایط اهل سنت بماند، بنابر معیارهای شیعه در اثبات تواتر و شرایط متواتر، شما تواتر مهدویت محمد ابن حسن عسکری را برای ما ثابت بکنید از رسول الله صلی الله علیه و سلم که مورد اتفاق ما و شما هست. بقیه ائمه شما مورد اتفاق ما نیستند. یعنی امامت منصوص من الله رو که حرفشون حجت باشه، ما اصلا بحث ما روی همین هست و چنین جایگاهی رو ما برای کسی غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم قائل نیستیم. منتظر هستیم که تواتر روایات مهدویت شیعه رو از رسول الله صلی الله علیه و سلم با تطبیق شرایط تواتر نزد شیعه برای ما انشاءالله معرفی بکنید و خواهیم دید در برنامه‌های آینده. اگر پاسخی گفتید ما انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود و اگر پاسخی نداشتید بینندگان عزیز در واقع قضاوت رو می‌سپاریم به بینندگان عزیز و ارجمند. و جالب هست جناب استاد انصاری که من این کتاب اصول کافی رو هرچند که بیشتر مطالعه می‌کنم، یک صفحه بیشتر از قبل دارم مطالعه می‌کنم، به این یقین و اعتماد کامل و 100% خودم نزدیکتر می‌شوم، مطمئن‌تر می‌شوم که کتاب کافی کلینی برای نابود کردن اسلام کافی هست. الکافی کاف لهدم الاسلام. کتاب کافی بله برای شیعه کافی هست و برای هدم اسلام، برای نابود کردن اسلام این کتاب کافی در واقع کافی هست. یعنی کافی است که شیعیان کتاب کافی رو قبول بکنن، صحتش رو بر روایتش عمل بکنن تا اینکه دین اسلام از ریشه در واقع کنده بشود. و همچنین من به این نتیجه و بر این رسیدم و بر این باور هستم که هر انسان منصفی و هر انسان عاقلی حتی یک باب از ابواب کتاب اصول کافی را مطالعه بکند به بطلان مذهب شیعه حتما پی خواهد برد. و تضادی که این کتاب با قرآن دارد، با احادیث رسول الله دارد و اساساً با عقیده و سیره و روش خود اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارد، انشاءالله برای همگان واضح و آشکار خواهد بود. و من گمان نمی کنم که هیچ بابی از ابواب این کتاب بدون تعارض و بدون تناقض باشه، اون گونه که خود علماشون هم اعتراف کردند که روایات شیعه در هر بابی که ما نگاه بکنیم روایات متعارض و متضاد زیادی در برابرش در واقع وجود دارد. در خدمت شما هستم. جزاکم الله خیر. ما در خدمت شما هستیم حضرت مولانا. بحث ما در کتاب حجت دوباره شروع شد و از اول این باب شروع کردیم در مورد بررسی روایت هایی که داره و هر چی که به قول جناب مولانا بیشتر در مورد کتاب ها و احادیث اینا بحث بشه، باطل بودن و ساختگی بودن این دین بیشتر آشکار میشه. من یادم هست یکی از علمای جهان اسلام در صحبتی که حدود تقریبا 10 سال قبل یا بیشتر در جلسه ای داشتن در مورد دعوت شیعیان و روافض به اسلام ناب، اسلام حقیقی صحبت می شد. ایشون حرف جالبی زد، گفت اگر هر شیعه منصف، هر شیعه عاقل، هر شیعه‌ای که فطرت سالم انسانی داشته باشه کافی است که کتاب‌های خودشون رو بخونن و پی ببرن به باطل بودن این دین و مذهب است. همینجاست که میبینید که یک طبقه‌ای درست کردن به نام آخوند و امام بسرهایی که هستن آیت الله و حجت الاسلام و اینها شدن رجال دین و اینها شدن طبقه روحانیت. اینها حق دارن که خمس بگیرن، اینها حق دارن که با ناموس ملت بازی بکنن، اینها حق دارن که دین رو به مردم برسونن. غیر از آنها کسی دیگری حق نداره قرآن بخونه، حق نداره به قرآن عمل بکنه، حق نداره که استنباط بکنه از احکام شرعی، حق نداره که فکر آزاد و مستقل داشته باشه، چون که اگر که آزاد بگذارن مردم رو، مردم به حقیقت این دین ساخته و پرداخته عبدالله ابن سبع یهودی بیشتر پی میبرن. جناب مولانا در خدمت شما هستیم و کتاب حجت بی حجت. بله، باب بعدی که انشالله امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت باب طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه هست و همچنین باب بعدی که بعد از این هست باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث که این دو تا باب رو انشالله در جلسه امروز خدمت بینندگان عزیز ما بررسی خواهیم کرد.
اگر دوستان نمایش بدند این دوربین رو فعال بکنن و کتاب اصول کافی، خود این باب رو من نمایش بدم. باب طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه، طبقه ها و رده های پیامبران، رسولان و ائمه هست. در کدوم صفحه؟ در صفحه جلد اول صفحه 174 هست. در این باب آقای کلینی 4 تا روایت آورده که وضعیت این روایات رو انشاءالله با هم دیگر خواهیم دید و در صفحه بعدش باب دیگری دارند به عنوان باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، که باب یعنی تفاوتی که در میان رسول و در میان نبی و در میان محدث وجود دارد و در اینجا هم 4 روایت آورده که انشالله با هم دیگر این 4 روایت رو بررسی خواهیم کرد، هم از نظر سند و هم از نظر محتوایشون. آقای کلینی در این ابوابی که منعقد کرده، طبقات انبیا و رسول و الائمه، در واقع خواسته به یک گونه ائمه خودشان را، ائمه اثنا عشر را بیاورند و در ردیف پیامبران قرار بدهد. وقتی که این باب را منعقد کرده که طبقات پیامبران، انبیا، رسولان و ائمه، و باب بعدی فرق بین رسول و نبی و محدث را آورده، یعنی این که میخواهد که پیامبران را و ائمه خودشان را، شیعیان را، ائمه اثنا عشر را، اینها را در یک سطح و در یک ردیف در واقع بیاورد و قرار بدهد. ما میدونیم که بحث ایمان به پیامبران یکی از اصول ایمان هست. ایمان به پیامبران یکی از ارکان ششگانه ایمان به در واقع اصل ایمان هست که ایمان 6 رکن و 6 پایه و اساس دارد که ایمان به الله هست، ایمان به فرشتگان هست، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به در واقع روز قیامت و ایمان به تقدیر. این 6 تا اصل هستند از اصول ایمان و باورهای اهل سنت و الجماعت که دلیلشون در قرآن فراوان هست. دلیلشون هم در قرآن هست و هم در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که این اصول را الله متعال در چندین جای قرآن یک جا و به صورت جداگانه کاملا معرفی کرده. به طور مثال الله متعال در سوره بقره آیه 177 می‌فرماید ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین که 5 مورد را در اینجا الله متعال آورده: ایمان به الله، ایمان به روز قیامت، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب‌های آسمانی و ایمان به پیامبران. ایمان به پیامبران را الله متعال در اینجا ذکر کرده و همچنین در آیه 258 الله متعال می‌فرماید والمؤمنون كل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله که این ایمان به پیامبران را به عنوان یک اصل اصیل از اعتقادات و باورها و یکی از ارکان ایمان الله متعال در قرآن ذکر کرده و در حدیث معروف حدیث جبرئیل اومده و در روایات دیگر اهل سنت و الجماعت اومده. اما جالب اینجا هست که این ائمه را که شیعیان و آقای کلینی سعی میکند که اینها را در کنار امام و در کنار ائمه بگذارد، هیچ گونه ذکری از اونها در قرآن نیومده. انبیا رو الله متعال ذکر کرده در قرآن به عنوان یک اصل اعتقادی که انسان باید به اونا ایمان داشته باشد، اما بحثی از امامت و ائمه اثنا عشر که به عنوان یک اصل اعتقادی باشند در قرآن کریم در واقع وجود ندارد. اما آقای کلینی خواسته که با روایات جعلی و دروغین که متاسفانه این روایات به جای این که جایگاه ائمه رو ثابت بکند، ائمه رو در حد انبیا بالا ببرد، به جای این در واقع دلایلی هستند برای اثبات تحریف قرآن. روایات ضعیفی که در اینجا هستند خب از نظر استدلالی ارزشی رو ندارند. روایات صحیحی که در این دو باب وجود دارد بیانگر تحریف قرآن هستند، نه اثبات جایگاه در واقع امامت که این جایگاه رو ما در حد نبوت یا بالاتر یا پایینتر در واقع قرار بدیم. قبل از این که وارد مبحث بشویم میپردازیم به اظهار نظر آقای مجلسی که خودش این روایات رو برای ما بررسی سندی کرده. من بیشتر از این بررسی سندی نمی کنم، بر همون حرفی که آقای مجلسی گفته من اکتفا می کنم و نیازی نیست که بیشتر من وقت خودم را در این زمینه تلف بکنم. دوستان این دوربین رو فعال بکنند. کتاب مرآت العقول جلد دوم هست، قبلا این نشان دادیم. همین باب هست، باب طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه که 4 روایت هست عرض کردم در اینجا. حدیث اولی میگوید که ضعیف هست.
حدیث اولی ضعیف هست و حدیث دومی در صفحه 285 هست میگه حدیث دوم ضعیف هست. بازم یعنی نمیشود از این استدلال کرد. روایت سوم در واقع موثق هست، یعنی این که راوی شیعه نیست، شیعه اثناعشری نیست، یک مذاهب دیگری رو دارد غیر از شیعه اثناعشری، موثق هست. یعنی بعد از موثق ما درجه حسن رو داریم، بعد از حسن درجه صحیح هست، یعنی در درجه پایینتری هست. و حدیث چهارم هم گفتند که ضعیف هست، روایت چهارم هم گفتند که ضعیف هست. خب این حکمی هست که آقای مجلسی در واقع برای روایات این باب اول در واقع بیان کرده که 4 تا روایت بود، هیچ کدام از این 4 روایت صحیح نیستند، حتی حسن هم نیستند، حتی حسن هم نیستند، به این معنی که هیچ کدام از این روایات 4گانه 100% سندشون سند شیعی نیست. حداقل روایتی که از همه بهتر هست این است که موثق هست و در واقع به درجه صحت یا به درجه حسن نرسیده. و اون روایتی که موثق هست، جالب از روایت سوم که گفته موثق هست، هیچ ارتباطی به این بحث طبقات انبیا در واقع ندارد. یعنی طبقات انبیا در مقایسه با طبقات ائمه که بخوان مقایسه بکنند هیچ گونه در واقع ارتباطی به این بحث کتاب در واقع ندارد. خب در اینجا روایت اول رو میبینیم که با اینکه گفته که ضعیف است و جالب این است که این روایت از روایت هشام بن سالم هست. روایت اول از آقای هشام بن سالم هست. دوستان نمایش بدن این رو. اما که قائل به تجسیم بود، هم قائل به تجسیم بود که الله متعال صورت داره و قائل به صورت بود برای الله متعال، و هم راوی 17000 آیه قرآن هست. قرآن 17000 آیه همین آقای هشام بن سالم هست. در اینجا میگوید که از یک فردی به نام ابن ابی منصور روایت کرده قال ابو عبدالله الانبیاء والمرسلون على 4 طبقات. دوستان توجه بکنند همین طبقات رو واقعا یک طبقه بندی جاهلانه کرده در اینجا که معلوم میشد اون کسی که این روایت رو جعل کرده نه عقل درستی داشته و نه سواد درستی رو داشته. میگوید که انبیا و مرسلین بر 4 قسم در واقع تقسیم میشوند. علی 4 طبقات، 4 رده و 4 گروه هستند. فنبی منبع فی نفسه لا یعدو غیرها. بعضی از پیامبران فقط برای خودشون پیامبرند، برخی از پیامبران فقط برای خودش پیامبره، برای کسی دیگر پیامبر نیست. فقط خداوند متعال به خودش وحی میکنه، نبوت به خودش داده که برای خودش، یعنی هیچ امتی رو نباید داشته باشه و مأمور به تبلیغ هم نیست. خب از این نبوت خودش رو هدایت بکنه، برای خودش رو هدایت بکنه، فقط خدا خصوصی بهش پیغام میده و خصوصی برای خودش هست. این گروه اول هستن. و نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت، پیامبری که خواب میبیند و صدا رو میشنود. خواب میبیند و صدا رو میشنود، منظور این است که در خواب در واقع به اون وحی میشود و صدا رو در خواب میشنود. ولا یعاینه فی الیقظه، ولا یعاینه فی الیقظه، در بیداری فرشته را نمیبیند، در بیداری فرشته را نمیبیند. ولم یبعث الی احد، این هم برای کسی مبعوث نشده. خب این دوتا با هم دیگه چه فرقی کردن؟ یعنی در این که فقط مخصوص خودشون هستن، با هم دیگر یکی هستن، هیچ تفاوتی در این زمینه نیومده. فقط برای گروه دوم گفته که خواب میبیند و صدا را میشنود و فرشته وحی را نمیبیند، منتها هیچ گونه مصلحتی برای ارسال چنین فردی وجود نداره. یعنی نبیی که مخصوص خودش هست و اجازه نداره که به کسی دیگر حرفی بزند یا کسی را دعوت بدهد. ولم یبعث الی احد، مبعوث نشده، پیامبری که برای هیچ کسی مبعوث نشده. این گروه دوم. و علیه امامون، خود این پیامبر امامی دارد، خود این پیامبر امامی دارد. مثل ما کان ابراهیم علی لوط، مانند این که ابراهیم امام بود بر لوط. یعنی در اینجا مثال آورده پیامبری که مبعوث شده، مبعوث نشده. ایشون میگن در اینجا آقا این کسی که را جعل کرده، پیامبری که در خواب میبیند، صدای فرشته را میشنود اما فرشته را در بیداری نمیبیند و به سوی هیچ کسی مبعوث نشده، برگزیده نشده. مانند کی؟ مانند لوط که امام لوط کی بوده؟ حضرت ابراهیم علیه السلام بوده. که اینو انشالله گفتم که این واقعا راوی که اینو جعل کرده هم بی سواد بوده و هم در یعنی نهایت حماقت بوده.
و نبی یرا فی منامه، و گروه دوم و نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک، پیامبری که خواب میبیند، صدا را میشنود، یعاین الملک. فرقش با دو اولین است که ایشون فرشته را میبیند و اولی فرشته را نمیدید، مانند لوط. و قد ارسل الی طائفه قلوا و کثروا، این مبعوث شده، اما دو نفر اول، دو گروه اول مبعوث نشده بودند، مانند یونس علیه السلام که الله متعال دربارش میفرماد و ارسلناه الی 100,000 و یزیدون، قال یزیدون 30,000 و علیه امام، و خودش هم امام دیگری داشت. و علیه امام، یونس یک امام دیگری هم داشت، اما معرفی نکرده که امامش کی هست. خب این گروه چهارم هست، البته اونجا گفته بود 5 طبقه اگر من اشتباه شمرده باشم. و نمونه آخری میگه والذی یرا فی نومه، پیامبری که خواب میبیند، و یسمع الصوت، و صدا را هم میشنود، و یعاین فی الیقظه، و یعاین فی الیقظه، و در بیداری هم میبیند، یعنی فرشته وحی را میبیند. و هو امام، این امام هم هست، این درجهش از همه دیگه بالاتر هست، مثل بقیه گروه های قبلی نیست، هم خواب میبیند، هم صدای فرشته را میشنود، و هم فرشته را در بیداری هم میبیند، و این امام هست. مثالش مانند پیامبران اولوالعزم. و قد کان ابراهیم نبیا، ابراهیم اول نبی بود، امام نبود، تا اینکه الله متعال رو به امامت برگزید، انی جاعلک للناس امام. الان این تقسیمی هست که آقا انجام داده برای طبقات انبیا و در واقع رسول. خب گروه اول گفت که برای خودش پیامبر هست، اصلا نمیشه گفت پیامبر هست، نبی هست، یعنی به اون الله متعال خبر میدهد، به اون وحی میکند و خودش مأموریتی برای ابلاغ دین ندارد. گروه دوم هم گفت گروهی هستند که مأموریتی برای ابلاغ کسی دیگر ندارند، منتها این گروه دوم خواب میبیند، صدای فرشته را میشنود، اما فرشته را نمیبیند و به کسی مبعوث نشده، مانند لوط علیه السلام. این راوی و این کسی آقای کلینی و تمام کسانی که تا به امروز این در واقع کتاب را میخونند واقعا از قرآن غافل هستند، در صورتی که الله متعال در قرآن کریم در چندین جا بحث دعوت لوط علیه السلام را معرفی کرده، مطرح کرده که لوط قوم خودش را دعوت داد و اومده که لوط از مرسلین بود. در اینجا میگه ولم یبعث الی احد، لوط برای کسی مبعوث نشده بود، فرستاده نشده بود. الله متعال در سوره صافات میفرماید که و ان لوطا لمن المرسلین، لوط از جمله مرسلین بود، یعنی فرستادگان الله متعال که مبعوث شدند برای ابلاغ در واقع رسالت. یا در جای دیگر در سوره شعراء الله متعال در مورد لوط میگوید که اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط زمانی که به ملت خودش و به قوم خودش گفت آیا شما از خدا نمی ترسید؟ انی لکم رسول امین، من پیامبر امینی هستم برای شما که در واقع مبعوث شدم. خب در این صراحتا اومده که لوط علیه السلام قوم خودش را دعوت داد و جریان دعوتش هم در واقع در قرآن مفصل در جاهای دیگری اومده. اما در اینجا این راوی دروغگو و جاهل میگوید که دوباره دوستان این نمایش بدن، میگوید که و نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه، در بیداری فرشته را نمیبیند، ولم یبعث الی احد، مبعوث نشده به هیچ کسی، و علیه امام، خودش هم مأموم هست، یعنی یک امامی بر اون هست، مانند این که ابراهیم امام لوط بود، در صورتی که قرآن صراحت داره که لوط از مرسلین بود، قومش را دعوت داد، به اونا گفت الا تتقون، نمی ترسید، من رسول امینی هستم، یعنی این که مبعوث شده بود و در واقع دعوت داده بودن. و نمونه آخر رو در اینجا که معرفی کرده در مورد اولوالعزم هست، میگوید که اون کسی که خواب میبیند و صدا رو هم میشنود و پیام آور وحی رو در بیداری هم میبیند، فرشته رو میبیند و اون امام هست. مثالش چی؟ مانند اولوالعزم از رسول، پیامبران اولوالعزمی هستند که الله متعال اونها رو در واقع مقرر کرده و مبعوث کرده. چون بحث اولوالعزم از رسول در اینجا اومد،
روایت سوم که موثق هست همین مطلب را آورده، گفته که اولوالعزم از رسول، یعنی پیامبرانی که اولوالعزم بودن 5 نفر هستند. دوستان این روایت رو توجه بکنن. عدة من اصحابنا، از احمد ابن محمد، از محمد ابن یحیی خثعمی، از هشام. این هشام که خودش باز هم همون هشام نمیدون دقیقاً که هشام ابن سالم باشه یا هشام ابن حکم که هر دو تاشون از مجسمه بودن. اگر هشام ابن سالم باشه که احتمالاً اون هست که راوی 17000 آیه قرآن هست، اما باز میگه روایتش موثق هست. از ابن ابی یعفور میگه که از ابو عبدالله شنیدم که سادة النبیین و المرسلین 5 و هم اولوالعزم، 5 نفر از پیامبران برتر هستند و جز بزرگان پیامبران هستند و اولوالعزم هستند که معیار و در واقع چرخش نبوت بر اونها هست: نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و علی جمیع الانبیا. این مطلب هیچ گونه ارتباطی با بحث ما نداره، ما هم اینو قبول داریم، گرچه در این زمینه که اولوالعزم از پیامبران آیا 5 نفر هستند یا بیشتر هستند، آیا برخی از پیامبران اولوالعزم هستند یا اینکه همه پیامبران اولوالعزم هستند، یک بحث گسترده‌ای در میان در واقع علما و مفسرین در این زمینه وجود دارد. اصل این جریان برمیگرده به این که الله متعال در سوره احقاف میفرماید که فاصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل، مانند پیامبران اولوالعزم تو در واقع صبر بکن. الان بحث رو این از نظر مفسرین که آیا من الرسل که در اینجا اومده این من بیانیه‌ای هست یا من تبعیضی هست. اگر من برای بیان باشه یعنی این که تمام پیامبران اولوالعزم هستند، اگر تبعیضیه باشد یعنی این که بعضی از پیامبران اولوالعزم هستند، نه تمامشون. و چون که در آیات متفاوتی الله متعال حضرت نوح را و حضرت موسی را و عیسی را و رسول الله صلی الله علیه و سلم را و حضرت ابراهیم را در آیات متفاوتی در کنار هم در واقع ذکر کرده، بدین خاطر بسیاری از علما که معتقد هستند که برخی از پیامبران اولوالعزم هستند، نه همشون، این 5 نفر رو در واقع به عنوان پیامبران اولوالعزم در واقع معرفی کردند. به طور مثال الله متعال میفرماد و اذا اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم. روایت دیگری اومده که این 5 پیامبر رو در واقع به صورت خاص ذکر کرده، اول به صورت عام، دوباره به صورت خاص اینها رو ذکر کرده. بدین خاطر بسیاری از علما معتقد هستند که در واقع این بسیاری از علما نظرشون است که این 5 نفر از انبیاء اولوالعزم هستند. ما در این زمینه هیچ گونه اختلافی نداریم، چه اینها باشند یا چه دیگرانی باشند. این روایت سوم در اینجا یعنی تفاوتی در میان انبیا و رسول و ائمه رو بیان نکرده. درست. در صورت خب در اینجا یک بحثی هست که بحث وحی هست که بر پیامبران در واقع وحی می شود. در این روایت اولی این مطلب را آورده که والذی یرا فی نومه، اون کسی که در خواب می‌بیند، صدا را میشنود و یعاین فی الیقظة، و فرشته را در بیداری هم چه کار میکند؟ میبیند. و هو امام، این امام هست. خب امامان شیعه هم چی هستند؟ امامند، ادعا دارند که اینها امامند. یعنی این امام رو آورده، امامان خودشون رو در بالاترین درجه نبوت و امامت و مقام قرب به الله متعال در واقع قرار داده. در اینجا صراحتا اومده که بر این پیامبر چیکار می شود؟ وحی می شود. بر امام که حضرت ابراهیم علیه السلام باشد یا اولوالعزم باشند، بر اینها وحی می شود. صراحتا آورده که والذی یرا فی نومه، در خواب می بیند، یسمع الصوت، صدای فرشته را می شنود، و یعاین فی الیقظة، و در بیداری فرشته را هم در واقع می بیند. اما بنابر اعتقاد سیدنا علی رضی الله تعالی عنه وحی به صورت کلی قطع شده. وحی به صورت کلی با وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم قطع شده. یعنی این که کسی دیگر بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام وحی را به اون نمیرسه، به هیچ کسی. خب وقتی که مقام وحی بهش نرسد، ایشون آقایون در تعریف امام گفته بودن اون کسی که بهش وحی میشود، اون کسی که خواب میبیند، صدای فرشته را میشنود و فرشته را در بیداری هم میبیند. اما حضرت علی رضی الله تعالی عنه در موارد متعددی، حتی علماء شیعه هم اینو تصریح کردند که وحی بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع منقطع شده. خب وقتی که وحی منقطع شده، وحی در واقع پایان یافته، این ائمه شما در واقع امام نیستند.
اون امامی که ابراهیم امام بوده که بر اون وحی نازل می شده، ائمه شما اون امام نیستند، زیرا که بر ائمه شما به تصریح حضرت علی رضی الله تعالی عنه وحی نمی شود. گرچه در این زمینه مطالب متعددی وجود داره و ادعاهای بیجایی هست که من ان شاء الله به اون اشاره خواهم کرد. حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خطبه های خودش در کتاب نهج البلاغه در موارد متعددی این مطلب را بیان کرده. من چند مورد را نشون میدم. به طور مثال ایشون در خطبه 133 نهج البلاغه، خطبه 133 نهج البلاغه میگوید که ارسله علی حین فتره من الرسل و تنازع من الالسن فقفا به الرسل، در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم که الله متعالی ایشون در آخر فرستادن، و ختم به الوحی، ختم به الوحی که الله متعال با بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم وحی را در واقع چیکار کرد؟ خاتمه داد. خب آقایون ادعا کرده بودند که بر ائمه وحی می شود، فرشته را می بینند، صدایش را می شنوند و خواب می بینند، اما در اینجا اومده که وحی در واقع چیکار شده؟ منقطع شده. همچنین در خطبه دیگر، در خطبه 144 باز هم می‌فرمایند که بعث الله رسوله بما خصهم به من وحی، الله متعال پیامبران را فرستاد با خصوصیت وحی، یعنی وحی را در اینجا یکی از خصوصیت‌های پیامبران معرفی کرده. در ترجمه هم اینو گفته که خدا پیامبرانش را برانگیخت و وحی خود را خاص ایشان فرمود، وحی خود را خاص ایشان فرمود، یعنی کسی غیر از انبیا در واقع وحیی که وحی نبوت باشد ندارد. در خطبه 235 باز همین مطلب را تکرار می‌کند. به ابی انت و امی، اینو زمانی فرمودند که قال و هو یلی غسل رسول الله صلی الله علیه و آله و تجهیزه، زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را غسل میت میدادند این حرف زدند. به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدایت شوند، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک، با وفات شما و رحلت شما چیزی قطع شد و خاتمه یافت که با وفات دیگران قطع نشده بود. من النبوت، هم از نبوت، والانباء و اخبار السماء، و خبر دادن نبع آسمانی و اخبار آسمانی در واقع قطع شده، یعنی هم نبوت قطع شد و هم در واقع اخبار آسمانی و اطلاعاتی که از آسمان به زمین میرسید اینها در واقع قطع شده. خب الان سوال اینجا هست که در صورتی که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در موارد متعددی خودشون تصریح کردند که وحی بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم منقطع شده، این تعبیری را و تعریفی را که آقای کلینی و اون جاهل روایت در اینجا آورده که بر ائمه وحی می شود، خواب می بینند و صدای فرشته را می شنوند و فرشته را در بیداری می بینند، این در واقع برخلاف این تعریف هست و این تعریف بر امامان شیعه تطبیقی نمی کند. در هیچ جای این روایت و این باب شما جایی از ائمه نمی بینید، هیچ محلی از اعراب ندارند، بحث ائمه اصلا در این وجود نداره. اگر بحث امام باشه، اگر واقعا شما ادعا دارید که امام هست، خب در مورد امام حضرت علی رضی الله تعالی فرمودند که وحی دیگه منقطع شده، اما در این روایت اومده که بله بر پیامبران وحی می شود، بر ائمه وحی می شود. شما که میگید بر ائمه وحی نمی شود، حضرت علی اینو فرمودند، پس بنابراین این روایت مشمول ائمه شما در واقع نمی شود. این یک نکته. نکته دیگر این که وحی بالاترین درجه هست، یعنی بالاترین درجه ارتباطی که الله متعال با یک بنده دارد، این در واقع همین درجه وحی هست، همین بالاترین درجهش همین درجه وحی. و در اینجا اومده که این وحی مخصوص چی هست؟ مخصوص نبوت هست. وحی برای به اون کسی می شود که در واقع به نبوت رسیده باشد. البته وحی از نظر لغوی معنی دیگری داره. این که بر کسی وحی بشود لازمش این نیست که حتما پیامبر شده، این لازمش در واقع نیست. بنابراین مانند این که به مادر موسی و به بقیه در واقع وحی شده بود. اما در اینجا تعبیری رو که برای امام آورده، یکی از لوازم امامت رو چکار کرده؟ وحی رو بررسی کرده. و در قبلا هم گفته بود که بعضی از پیامبران بر اونها وحی می شود، مانند حضرت لوط علیه السلام. یعنی یک راه ارتباطی الله متعال با پیامبرانش در واقع همین وحی است. الان سوال اینجا هست که شیعه معتقد هست که امامانشون امام هستند، شیعیان اثناعشری، یعنی 12 تا امام دارند. نگفتن 12 تا ولی، 12 تا نمیدونم محدث، 12 تا عالم، 12 تا امام. یعنی این که این امامت از درجه نبوت در واقع چکار هست؟ بالاتر هست.
یعنی این مورد آخری و چهارمی یا پنجمی بود که در این روایت اومده بود، مانند اولوالعزم من الرسل که اینها در واقع امام هستند. سوال اینجا هست که چگونه در مقامی که بالاتر از نبوت هست وحی لازم نیست؟ چگونه در مقامی که بالاتر از نبوت هست وحی لازم نیست؟ شما معتقد هستید آقا سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میفرمایند که بعد از نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی چه کار شده؟ قطع شده. باز شما ادعا کردید، من این تصریح را خواهم آورد که ائمه ما مقامشون از انبیاء عادی چه کار هست؟ بالاتر هست. پس بنابراین چگونه با این که امامت از مقام نبوت بالاتر هست اما باز ائمه شما بر اونها وحی نمی شود؟ اگر وحی می شود دلیلش رو بیاورید، اگر وحی نمی شود چگونه به مقام بالاتری رسیدن و در مقام بالاتر خب درجه وحی و این در واقع ارتباط الله متعال باید قوی تر باشه. اما در صورتی که چنین ارتباطی بنابر تصریح سیدنا علی در سه چهار موردی که من عرض کردم، چنین در واقع ادعایی رو که شما میکنید حضرت علی رضی الله تعالی اینو رد میکنه. این مورد دوم. مورد سوم، آقایون ادعا دارند که امامان ما امام هستند. امامان ما امام هستند. بعضی از انبیا به اونها نبأ رسید، خبر رسیده فقط به خودشون، گروه اول. گروه دوم به اونها خبر رسیده، فرشته را نمیبینند اما در خواب میبینند و صدای فرشته را میشنوند، مانند لوط که درجه نبوت هست، و درجه بعدیش هست مانند حضرت یونس علیه السلام که فرشته را در واقع میبیند، و درجه آخری میرسد به درجه ائمه شما در واقع میرسد. سوال من اینجا هست از تمام شیعیان و در تمام مراجع، چگونه امامان شما بدون این که به درجه نبوت برسند به درجه امامت رسیدند؟ این سلسله مراتب باید طی بشه. یعنی کسی رو نمیذارن از کلاس اول ابتدایی نمیبرن مستقیم تو مرحله دکترا بنشونن، گرچه در ایران این امکان پذیره و کسانی که مدرک های تقلبی رو و قلابی رو داشتند که متاسفانه در حوزه و دانشگاه ایران خیلی زیاد هست. اما از نظر عقلی وقتی ما نگاه بکنیم الله متعال که تقلبی نمی کنند و حتما انسانی که به یک مدارج عالی میرسد باید از همون طریق قانونی برسد. اول اون است که این مدارجی رو که در اینجا تقسیم بندی کردن، پیامبرانی که برابر خود به خودشون وحی می شود به خودشون و یعنی دعوت نمی کنند، پیامبرانی که درجه دوم هستند مانند لوط، پیامبران درجه سوم مانند یونس، پیامبران درجه چهارم مانند اولوالعزم من الرسل که ائمه شیعه جز این گروه هستند، گروه اخیر هستند. چگونه امکان دارد که انسانی به مقام امامت برسد و مراحل قبلی رو طی نکرده باشد؟ این از نظر عقلی هم در واقع به هیچ عنوان سازگاری ندارد. قطعا اگر پارتی بازی بکنن، با توجه به این که مقام نبوت اونگونه که در خطبه 235 بود، مقام نبوت بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع از بین رفته، تمام شده. امکان ندارد که بعد از رسول الله یکی به مقام نبوت برسد، این مراحل رو طی بکند و نهایتا به مقام امامت در واقع برسد. و روایات دوم و چهارمی که در اینجا اومدن همین سلسله مراتب رو در واقع چکار کردن؟ بیان کردند که با توضیحاتی که من عرض کردم در واقع این ضعف این روایات هم در واقع برای بینندگان عزیز کاملا واضح و آشکار میشه. یکی از این روایات رو من میخونم، روایت دوم به طور مثال که از زید شحام این روایت اومده. میگوید که الله متعال اول ابراهیم رو انتخابش کرد به عنوان بندش بود. اول عبد بود، بعد از آن که به مقام نبوت رسید و ان الله اتخذ نبیا قبل ان یتخذه رسولا، بعد از این که نبی بود اونو به مقام رسالت اونو ارتقا داد. اول عبد بود، بعد نبی شد، بعد رسول شد، بعد از آن خلیل شد و بعد از این که خلیل شد اونو در واقع چکار کرد؟ به مقام امامت رسوند. الان سوال اینجا هست که آیا امامان شیعه این مدارج علمی را و این مدارج منزلت و جایگاه عظیم را طی کردند یا اینکه طی در واقع نکردند؟ فلما جمع له الاشیاء قال اینی جاعلک للناس اماما. وقتی که ابراهیم به این جایگاه رسید الله متعال بهش گفت الان من تو را امام در واقع تعیین میکنم. اصل در این است که این ائمه که این روایت دوم و روایت سوم که حضرت ابراهیم علیه السلام اول عبد بود، بعد نبی بود، بعد رسول بود، بعد خلیل بود و در مرحله آخر چه کار شد؟ به امامت رسید. خب اون کسان ائمه شیعه هم اگر امام هستند باید این مدارج را در واقع طی کرده باشند. اما واقعیت این است که نه تنها حضرت ابراهیم علیه السلام بلکه تمامی پیامبران امام بودند. امام یعنی پیشوا،
یعنی اون کسی که الگوی یک فرد دیگر قرار میگیره، دعوت میدهد و خودش از جانب الله متعال مورد تأیید وحی الهی هست و گفتارش و حرکاتش، اعمال و کردارش همه در واقع الگو هستند، اسوه هستند برای ما و میشود امام برای دیگران. امام یعنی در واقع پیشوا و مقتدا. بقیه پیامبران غیر از حضرت ابراهیم علیه السلام باز هم در واقع امام بودند. این گونه نیست که از میان انبیا فقط و فقط حضرت ابراهیم علیه السلام امام در واقع به مقام امامت برسه و بقیه نرسیده باشند. وگرنه در قرآن امامت رسول الله صلی الله علیه و سلم صراحتاً هم ذکر نشده که ایشون امام هستند. برای ابراهیم اومده اما برای رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع ذکر نشده. و واقعیت این است که تمام انبیا این مقام در واقع امامت رو در واقع داشتن. به طور مثال الله متعال صراحتا در سوره انبیا میفرماید که در مورد اسحاق صحبت میکند، اسحاق و یعقوب و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین، که الله متعال اینها رو به حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع عنایت کرد و بخشید و در آخر میفرماد و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا، ما اینها رو امام قرار دادیم، یعنی یعقوب را، اسحاق را، اینها رو ما در واقع امام قرار دادیم. پس بنابراین امامت در قرآن اختصاصی به حضرت ابراهیم علیه السلام ندارد، بلکه دیگران هم میتوانند به مقام امامت برسند، بلکه تمام انبیا به مقام امامت در واقع رسیدند. یا به طور مثال باز هم در سوره سجده آیه 24 الله متعال میفرماید که و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا، در مورد انبیاء بنی اسرائیل، انبیاء بنی اسرائیل را که نبی بودن، حتی رسول هم نبودن، یعنی پیرو دین حضرت موسی علیه السلام بودن، الله متعال در این آیه گفته که ما اونها را در واقع به امامت رساندیم، برخی از اونها را ما به مقام امامت برگزیدیم و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا. و غیر از این هست، حتی نه تنها در مورد انبیاء الهی که امام بودند، حتی مستضعفان بنی اسرائیل رو الله متعال گفته ما امام میکنیم. حتی مستضعفان بنی اسرائیل رو الله متعال میفرماد که ما اونها رو در واقع به مقام امامت میرسونیم. سوره قصص آیه 5 که الله متعال میفرماد نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، اونهایی که مورد استضعاف قرار گرفتند و مستکبران بر اونها ستم کردند از بنی اسرائیل، ما اینها رو در واقع به مقام امامت میرسونیم. اگر واقعا امامت اختصاص داشت به حضرت ابراهیم علیه السلام، پس بنابراین این استدلال شما درست بود. اما این استدلال و این مراحلی که در اینجا بیان شده هیچ گونه موضوعیت علمی در واقع ندارن. اضافه بر این، حتی من و شما هم میتونیم امام قرار بگیریم. حتی من و شما و تمام بینندگان عزیز می توانند که امام باشند. این رو صراحتا الله متعال در مورد عباد الرحمن در قرآن کریم بیان کرده. صفات عباد الرحمن رو الله متعال در قرآن کریم کاملا بیان کرده. در سوره فرقان که و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا در ابتدای این آیات هست و در آخر میرسیم به آیه 74 که الله متعال میفرماید که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یعنی برخی از عباد الرحمن، بندگان برگزید الله متعال، اون کسانی هستند که دعا میکنند که پروردگارا فرزندان ما را و همسران ما را مایه شادمانی و خنکی چشم ما بگردان و جعلنا للمتقین اماما، و ما را امام متقیان قرار بده. ما را امام متقیان قرار بده. معنیش این نیست که ما را پیامبر قرار بده، ما را به درجه حضرت ابراهیم علیه السلام در واقع برسون. و جالب هست که آقایونی که در واقع این استدلال ها رو کردن متوجه میشن که در قرآن کریم هیچ گونه دلیلی برای اثبات مذهبشون در واقع وجود ندارد. اومدن به جای این که واقعیت رو قبول بکنند که امامت درجه بالاتر از نبوت نیست، بلکه یک جایگاهی هست که همراه با نبوت هست. تمام انبیاء الهی به مقام امامت در واقع رسیده بودند و بعد از انبیا هیچ کسی به مقام امامت که به اون وحی بشود و جایگاه پیامبران را داشته باشد به اون مقام نمیرسد. یعنی میتونیم بگیم هر پیامبر امام هم هست. قطعا هر پیامبری در واقع امام هم هست، زیرا که این اساسا نبوت و رسالت برای این است که به مردم احکام شرعی را ابلاغ بکند، دستور الله متعال را ابلاغ بکند و این پیامبر مقتدای مردم باشد، امام و پیشوای مردم باشد. این آیه را که در سوره فرقان هست، در آیه 74 رو آقایان دیدند که این واقعا با مقامی که برای امامت ساختند یک تئوری هست.
یک بنایی هست که ساختن امامای ما چنین و چنان هستن. وقتی گفتیم امام یعنی که پشه نباید دور برش پر بزند، با توجه به خصوصیاتی که برای امام گفتند که خودش یک مضحکه هست، اونم انشالله خواهیم پرداخت. آقایون به جای این که بیان حرف قرآن رو قبول بکنند که تمامی ائمه انبیا بودند، مستضعفان بنی اسرائیل رو الله متعال گفته که ما امام قرار میدیم. پیامبران بنی اسرائیل که بعد از حضرت موسی علیه السلام اومده بودند امام بودند. حضرت ابراهیم علیه السلام هم امام بود. درست. حتی انسان عادی هم میتوانند که امام باشند، یعنی دعا بکنن پروردگارا ما را امام متقیان قرار بده، یعنی ما پرهیزگار باشیم و اضافه بر این که خودمون پرهیزگار باشیم امام و پیشوای پرهیزگاران باشیم. این هیچ گونه تضادی رو در واقع ندارد. اما آقایون دید چون که دیدن این با عقیده‌ای که شیعه ساختن تضاد داره، اومدن آیه قرآن رو در واقع دستکاری کردند و تحریفش کردند. همین در واقع آیه رو در کتاب تفسیر قمی دوستان نمایش بدم. تفسیر قمی هست و در سوره در واقع فرقان که اشاره کردم، در سوره فرقان در این چاپی که بنده دارم در صفحه 474 هست. در اینجا این روایت رو این آورده، قال و قرئ عند ابی عبدالله، این آیه نزد امام ابو عبدالله خوانده شد. یک اومد این آیه رو پیش امام ابو عبدالله خوندن، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ما را پیشوای متقیان و پرهیزگاران بگردان. فقال، امام فرمودند که قد سأل الله عظیمه، از الله متعال خیلی یک مسئله خطرناکی رو سوال کردند، یک سوال خیلی سنگینی کردند. ان یجعلهم للمتقین ائمه، که اونها را امام متقین قرار بدهد. یعنی این که امام جعفر صادق اعتراض کردند بر این آیه. فقیل له کیف هذا یا ابن رسول الله، یعنی چی این حرفی که شما میزنید، این چگونه هست؟ قال انما انزل الله، آیه رو الله متعال این گونه نازل کرده بود که والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعل لنا من المتقین اماما، برای ما از متقیان امام قرار بده، امامان ما رو متقی بگردان. یعنی اینو آورده کلا استدلال رو عوض کردن. الله متعال در آیه قرآن کریم صراحتا میفرماد که وجعلنا للمتقین اماما، ما را امام و پیشوای پرهیزگاران بگردان. اما آقایون دیدن وقتی که میگن اگر امام همه امام بشن پس جایگاه امامت ائمه اثنا عشر زیر سوال خواهد رفت. و وقتی که اون جایگاه زیر سوال برود، بهترین است که آیات قرآن زیر سوال بروند. اومدن و قرآن را دستکاری کردند و گفتند که آیه در اصلش این گونه بوده، انما انزل الله، هیچ گونه تفسیری نیست، تعبیری نیست، توضیحی نیست، صراحتا اومده که انما انزل الله، الله متعال این آیه را این گونه نازل کرده، وجعل لنا من المتقین اماما، که امامان ما را از متقین در واقع قرار بده. پس بنابراین میبینیم که در این باب هیچ گونه تفاوتی در میان انبیا و رسول و ائمه در واقع بیان نشده و جایگاه امامت یک جایگاه جعلی هست که شیعه برای امامان خودشون در واقع انتخاب کردند. ما قبول داریم که بسیاری از بزرگان و این ائمه شیعه امام بودند به معنی این که بقیه ائمه بودند، یعنی امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی، یعنی مقتدای مردم بودند، انسانهای پاک و وارسته بودند، به این معنی مقتدا بودند و پیشوا بودند برای مردم. اما امام به معنای یک منصب الهی منصوب از جانب الله متعال و با این ویژگی های کذایی که در کتاب اصول کافی و دیگر اومده، به هیچ عنوان این ائمه چنین ادعایی رو در واقع نداشتند و از این باب هم هیچ گونه مزیتی برای ائمه شیعه در واقع بیان نشده و در هیچ جا در این روایاتی که در اینجا اومده نگفته بودند که فلانی نمیدونم علی و حسن و حسین فلانی اینها در ردیف انبیا هستند یا اینها هم در واقع امام قرار میگیرند. جزاکم الله خیر. یک نقطه دیگری رو من عرض بکنم که امامان شیعه رو که ما میدونیم همه اونها امامتشون غصب شده بلا استثناء، از علی گرفته تا حسن عسکری و تا اون یکی دیگه که با امامتش فرار کرده معلوم نیست که تمام اینها امامتشون در واقع چیکار شده؟ نرسیدن به مقام نرسیدن به مقام امامت. خودشون ادعا میکنند که نرسیدن. امامتی که تعریف کردن شیعه نزد خودشون که امام یعنی این باید فلان کاره و بهمان کاره باشه، چون این چیزی هیچ یکی از ائمه شیعه حتی سیدنا علی رضی الله تعالی عنه و سیدنا حسن رضی الله تعالی عنه به این مقام از دیدگاه شیعه نرسیدن، از دیدگاه اهل سنت و الجماعت رسیدن. جالب این است که روایات این باب اومده امام را در بالاترین درجه قرار داده.
اول نبی و پیامبر و رسول و امام در بالاترین درجه هست. جالب اینجا هست که تمام ائمه شیعه امامتشون غصب شده، از قوی ترینشون و اولینشون که مقام در واقع صحبت رسول الله صلی الله علیه و سلم را داشته بگیریم تا آخرینشون که امروزه هم مفقود الاثر هست، تمام اینها به امامتی که شیعه تعریف کردن نرسیدن، امامتشون در واقع غصب شده. اما در مراحل پایینتر این مرحله نبوت، یه مرحله رسول، یا خود همون نبوت که چندین قسمت در اینجا کرده، در طول تاریخ نبوات و انبیا ما حتی یک مورد نداریم که انسان قلدری اومده باشه و نبوت رو از کسی غصب کرده باشه. با این که تمام کسانی که مخاطب انبیا بودند کفار بودند، تمام کسانی که مخاطب انبیا بودند کفار بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که نبوت خودشون اعلام کردند فقط یک نفر بودند، تمام قریش و تمام قبایل برخلافشون بودند، اما کسی نتونست که بیان در واقع نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو غصب بکنند. یا بقیه اقوام را، ابراهیم را در مقابلش نمرود بود، موسی را در مقابلش فرعون بود و تمام اقوامی که در مقابلشون انسانهای قلدر و قدرتمندی بودند. هیچ کسی نتوانست که حتی در یک مورد نبوت یکی از پیامبران را غصب بکند و خودش را به جای نبی جا بگذارد. چگونه ممکن هست که مقام امامت که بالاتر از نبوت هست، این در واقع در 12-13 مورد غصب شده باشد و امامی رو که الله تعیین کرده باشه به امامت نرسد؟ نبی‌هایی را، پیامبرانی را، رسولانی را که الله متعال انتخاب کرده در طول تاریخ هیچ کدام با این که نمرود و فرعون و هامان و بقیه در مقابلشون بودند نتونستند که نبوت اونها را غصب بکنند. اما در مورد مقام بالاتر ائمه شیعه که وقتی که رسیدیم میبینیم که در تمامی موارد و تمام ائمه اثنا عشر مقامشون در واقع غصب شد و خلافتشون غصب شد و این مقام فراتر از نبوتشون در واقع غصب شد و این خودش دلیل بر این است که این مقام یک مقام جعلی و ساختگی هست و هیچ گونه اصلی در قرآن و حدیث و در احادیث رسول الله و گفتار و کردار ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ندارد. بارک الله فیکم. من تشکر میکنم از جناب مولانا عبدالقدوس دهقان و از شما عزیزان که تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید. انشاءالله میان برنامه خواهیم گرفت و در ادامه برنامه حجت بی حجت به بررسی این 4 تا روایتی که حضرت مولانا در موردش صحبت کردن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. 14 خدایی. تنها 14 نفرند در عالم که مظهر صفات متضاد، هم قریبا هم بعید، هم اولا هم آخرا، هم ظاهرا هم باطنا، هم خالقا هم مخلوقا، هم خالقا هم مخلوقا. ای مردم، مثالی بیان می شود، پس به آن گوش فرا دهید. کسانی را که به غیر از الله به کمک می خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند، هرچند برای آفریدن مگس همه آنها جمع شوند. و اگر آن مگس چیزی را از آنان برباید نمی توانند آن را از او پس بگیرند. هم طالب و هم مطلوب درمانده و ناتوانند. آیا انسانی که حتی نمیتواند شیء ربوده شده توسط یک مگس را پس گیرد میتواند چیزی را خلق کند و سپس در او روح بدمد؟ و آیا مخلوق میتواند که خود خالق باشد و آن هم خالق هر آنچه الله تعالی خلق کرده و از جمله خودش؟ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. و کسانی که جز الله را به فریاد می‌خوانند چیزی نمی آفرینند و خودشان
آفریده می شوند. بگو آیا به شریکان خیش که به غیر الله به فریاد می‌خوانید توجه کرده اید؟ نشان دهید که آنان چه چیزی را در زمین آفریده اند و یا در آفرینش آسمان ها مشارکت داشته اند. آیا به آنها کتابی داده ایم که از آن حجتی بر شرک خود داشته باشند؟ حق این است که ستمگران به همدیگر جز از روی فریب وعده نمی دهند. پادشاه خیالی. امام زمان سلام الله علیه امام زمان و مکان است. امام زمان امام زمین است. امام زمان امام خورشید است. امام زمان ولایت مطلقه بر عالم وجود داره، ولایت تکوینی بر زمین و بر خورشید. پسر خاتم الانبیا است که با انگشت اشاره کرد ماه از وسط دو نیم شد. پسر امیرالمؤمنین است که خورشید را برگردون. سنی‌ها نوشتن خورشید را برگردون. امام خورشید است. امام زمان سایه ندارد، خورشید از امام زمان سایه دارد، نه امام زمان از خورشید. امام زمان حاکم بر خورشید است. الله ذاتی است که آسمانها را بدون ستونهایی که ببینید برافراشت و بر عرش استقرار یافت و خورشید و ماه را که هر کدام تا زمان مشخصی در حرکتند مسخر نمود. امور هستی را تدبیر می کند و آیات و نشانه ها را بیان می نماید تا به دیدار پروردگارتان یقین کنید. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حلیما غفورا. بگو آیا به شریکان خیش که به غیر الله به فریاد می‌خوانید توجه کرده اید؟ به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریدند یا در آفرینش آسمان ها شرکت و دخالتی دارند؟ آیا به آنها کتابی داده ایم که از آن حجتی در دست داشته باشند؟ حق این است که ستمگران به همدیگر جز از روی فریب وعده نمی دهند. همانا الله آسمان ها و زمین را از زوال و نابودی حفظ می کند و اگر دچار زوال و انحراف شوند پس از پروردگار هیچ کس نمی تواند نگاهشان دارد. بیگمان
الله بردبار و آمرزنده است. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی با برنامه حجت بی حجت خدمتون هستیم و جناب حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان مهمان همیشگی این برنامه و کارشناس و استاد علوم اسلامی. جناب مولانا، قبل از این میان برنامه به اون آیه‌ای که همیشه استدلال میکنن که انی جاعلک للناس اماما، همیشه اگر دلیل از قرآن بخواهید برای امامت، اولین آیه‌ای که بهش استدلال میکنن امین است. همونطوری که شما فرمودید این آیه در مورد ابراهیم علیه السلام است و شبیه به این در مورد بقیه انبیا هم ذکر شده. منتها چرا الله سبحانه و تعالی نگفت به رسول الله صلی الله علیه و سلم که انی جاعلک للناس اماما؟ چرا اختصاص دادن ابراهیم علیه السلام به این امامت؟ سوالی که در ذهن هر شیعی شاید باشه، بینندگان ما این سوالو داشته باشن. چرا اختصاص دادن ابراهیم علیه السلام به مکان امامت؟ اما اینکه فرمودید همه پیامبران به نوعی امام بودن، پیشوا بودن برای مردم، درست، اما چرا ذکر ابراهیم علیه السلام اینجا؟ ببینید در مورد انبیا وقتی که ما در قرآن کریم میبینیم، نگاه میکنیم آیات قرآن را، الله متعال میفرماید که این پیامبران را ما برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم. هر پیامبری بر پیامبری دیگر در واقع یک مزیت خاصی رو دارند و برتری خاصی رو دارند. این تفاوت در میان انبیا این ثابت هست. از چند جهت این تفاوت در واقع وجود داره. یکی از حیث مکانی هست، یکی از حیث مدعوین هست که برخی از افراد فقط یعنی از پیامبران برای قوم خودشون مبعوث شدن، اما برای کسانی برای اقوام دیگر هم مبعوث شدن. برخی در یک زمان مشخص مبعوث شدند، بعضی دیگر مانند رسول الله صلی الله علیه و سلم در تمامی ازمان و مکانها در واقع به نبوت و رسالت برگزیده شدند. و همان گونه که قبلا عرض کردم تمامی انبیا امام هستند. در مورد انبیاء بنی اسرائیل الله متعال صراحتا میفرماید که ما اونها رو در واقع امام قرار دادیم. پس بنابراین این سوال شاید پیش بیاد که حضرت ابراهیم علیه السلام چه اختصاصی رو داشتند که الله متعال میفرماید که انی جاعلک للناس اماما. خب امامت عرض کردم که برای همه هست. یعنی لوط هم امام بوده در قوم خود امام بوده، یعنی پیشوای قوم خودش بوده. و تمامی پیامبران بنی اسرائیل برای قوم خودشون در واقع چیکار بودند؟ امام بودند و پیشوا بودند. و جایگاهی که حضرت ابراهیم علیه السلام دارند یک جایگاه خاصی هست با توجه به آزمایش‌های متعدد و منحصر به فردی که ابراهیم علیه السلام اونها را پشت سر گذارند.
مانند انداختن در آتش و ذبح فرزند و ترک کردن زن و فرزندش در وادی لم یزرع و بقیه مواردی که اومده. این یک مورد هست. و مورد دیگر با توجه به آثار ماندگار ابراهیم به عنوان نهاد یکتاپرستی و یکتاپرستی، توحید الله متعال، مانند شاعر حج که هستند، شاعری که خود مکه و در واقع و بیت الله، ساختن کعبه، ساختن بیت المقدس و مسجد الاقصی، تمام اینها یادگار حضرت ابراهیم علیه السلام هستند. چون که اعمالی که ابراهیم انجام داد منحصر به قوم خودش نبود، منحصر به زمان خودش نبود، منحصر به مکان خودش نبود. الله متعال فرموده انی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم، وقتی میگم مردم یعنی تمام مردم قطع نظر از زمان و مکان، بین خاطر این اختصاص به حضرت ابراهیم علیه السلام اومده. اما معنیش این نیست که دیگران امام نباشند. عرض کردم از خود روایات آیات قرآن کریم تمامی انبیا این جایگاه امامت رو داشتن، منتها امامتشون امامت منحصری بوده، برای قوم خودشون بودند، برای زمان خودشون بودند. اما امامت حضرت ابراهیم علیه السلام یک امامت همگانی هست. توحید و یکتاپرستگی دین همه هست و جایی رو که ابراهیم به عنوان منبع و مرکز توحید مقرر کردند، خانه کعبه و بقیه شاعری که نشان توحید و یکتاپرستی هستند، برای همیشه برای تمام اقوام و برای تمام زمانها در واقع ماندگار است. و این ویژگی رو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دارند که برای تمام مردم مبعوث شدند، اهم در زمان خودشون یا در زمانهای آینده. بله، جزاکم الله خیر. جناب استاد، ما 4 حدیث رو در این باب بررسی کردیم. آیا صحبت‌های دیگری هم در اینجا مونده یا بپردازیم به باب بعدی؟ به باب دیگه که فکر کنم که وقت کم بیاریم. در باب بعدی بازم 4 روایت در اینجا وجود داره. باب فرق بین رسول و نبی و محدث هست. نبی و رسول و نبی و محدث. جالب است که خود آقای کلینی هم در اینجا یعنی واقعا حیران و سرگشته هست و علمای شیعه رو هم حیران و سرگشته کرده و شارحان کتاب کافی رو یعنی در به در کرده و حیران و سرگشته هستند. آقای کلینی این 2 باب رو آورده که تفاوتی قائل باشه بین رسول و بین نبی و بین امام یا بین محدث که در اینجا آمده. اما این همه زحمت کشیده 20 سال بدون حاصل، بدون اینکه هیچ گونه نتیجه از این ابواب چیکار بشود به دست برسد. ما که هیچی، حتی آقای مجلسی هم در آخر این باب حیران و سرگردان هست، میگه که من فرقی رو که متوجه نشدم آقای کلینی چی میخواسته بگه والله اعلم. بلکه بجای این که بیاید تفاوت بین رسول و نبی و محدث رو یا امام رو معرفی یعنی مشخص بکند یا جایگاه ائمه خودشون را تثبیت بکنند، به دروغ جایگاه برای اونها در واقع بسازند، بجای این اومده با آیات قرآن کریم در واقع بازی کردند و آیات قرآن رو به تمسخر و استهزاء و تحریف گرفتند. قبل از اینکه من وارد باب بشم، نظر آقای مجلسی رو در روایات این باب با هم دیگر می‌بینیم. آقای مجلسی در کتاب جلد دوم بهار مرآت و باب الفرق بین الرسول و النبی صفحه 287 این روایات رو ارزششون رو برای ما بیان کرده. حدیث اول میگه که صحیح است، روایت اول صحیح است، باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث الحدیث الاول صحیح، روایت اول صحیحه و روایت دوم مجهوله. 4 روایت هستند، روایت اول صحیح، روایت دوم مجهول، روایت سوم هم صحیح، روایت سوم هم صحیح است و روایت 4 در صفحه 292 ضعیف است. یعنی از میان 4 روایت یکیشون ضعیف هست و یکی مجهول هست و 2 روایت در واقع صحیح هستند. شاکار کرده این در این آفرین. ما میگیم به آقای مجلسی و مجلسی ها، اونهایی که مجلسی امامشون هست، افتخار میکنند که آقای مجلسی کتاب اصول کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. ما بهشون تبریک میگم، من بیاند روی این حرفشون بیستند، قبول بکنند حرف آقای مجلسی رو. درست. این شاهکارش گفته که این روایت صحیح هست، اینو در واقع بپذیرند. اما متاسفانه روایتی که در این باب صحیح هست روایت تحریف قرآن هست. روایتی که گفته صحیح هست دال بر تحریف قرآن دارد، نه بر امامت ائمه اثنا عشر یا جایگاه امامت و در واقع جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم. جناب استاد، به مشکل ما با یک روایت صحیح برخوردیم، اینم که شما میگید که
تحریف قرآن است. خب روایت صحیح که از نظر بنده که صحیح نیست، اما ادعای آقای مجلسی هست، من میگم مبارک باشه، وگرنه در جایی که عدت من اصحابنا اومده باشه به هیچ عنوان نمیتونه صحیح باشه، زیرا که اینا مجهولند و از قول خود آقای کلینی مشخص نیست که عدت من اصحابنا چه کسانی هستند. تا زمانی که مجهول باشند و مبهم باشند نمیشود که حکم صحت داد. اضافه بر این روایاتی که در اینجا آمدن، این احمد ابن محمد، همون آقای خودمونه، احمد ابن محمد ابن خالد که دچار برق گرفتگی بود و موردی که در موردش ذکر کردیم، این آقای زراره که خب همون رفیق قدیمی خودمون هست که در موردش خیلی صحبت کردیم که ایشون هم جز انسان‌های برق گرفته بود و مشکلات زیادی رو در واقع داشتن. قطع نظر از تمام این حرفایی که در اینجا زده، ما میگیم آمنا و سلمنا. شما میگی آقای زراره آدم خوبی بوده، ما باش کار نداریم، آدم خوبی هست. آقای برقی و نمیدونم هر کسی دیگر که هستن شما قبولشون دارید، خب بحثی ما در واقع نداریم. خب در اینجا خب این روایت رو که آقا گفته که این روایت صحیح هست، با قطع نظر از در واقع رواتش، همین حرف آقای مجلسی رو، این روایت دلیل بر در واقع اثبات تحریف قرآن هست، نه دلیل بر اثبات جایگاه امامت و در واقع جانشینی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد شیعه. جالب این است که این روایت و روایات دیگری تنها یک روایت نیست، هم روایت اول به اضافه روایت چهارم، روایت اول و روایت چهارم محتواشون یکی هست، هر دوتا دلالت بر تحریف قرآن در واقع دارند. روایت اولی صحیح هست، روایت چهارمی در واقع ضعیف است. غیر از این روایت دیگری هست در همین کتاب، در باب ان الائمه علیهم السلام محدثون و مفهمون، دوستان اینو نشون بدن در صفحه 270. در صفحه 270 این کتاب هست. روایت دیگری در اینجا هست که این همین روایت هست، و هو قول الله تعالی و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث. این روایت و روایات دیگری در این زمینه باز هم وجود دارد. این روایت جالب است که از چند نفر از راویان شیعه، من جمله آقای زراره که جایگاه خیلی بلندی رو داره، و برید که جایگاهی در سطح زراره داره نزد شیعه، و حکم ابن عتیبه، بنابر برخی از کتابا که اینطوری نوشته، یا حکم ابن عیینه، اینا سه نفر از راویان شیعه هستند که این مطلب را به اتفاق روایت کردن. یعنی این آیه تحریف شده را هم زراره گفته و هم برید گفته و هم حکم گفته، و اینو از چند نفر از امامان خودشون روایت کردن. از امام زین العابدین اینو روایت کردن، از امام باقر روایت کردن، از امام صادق روایت کردن. یعنی سه نفر از راویان موثق و مورد اعتماد شیعه اینو روایت کردن از سه نفر از ائمه شیعه. خب در این میشه شک کرد؟ هیچ انسان شیعه‌ای که به این روایت ایمان داره در چنین روایتی شک نمی‌کنه. اما اشکال این روایت در کجا هست با هم دیگر می‌بینیم. ایشون میگوید که عدت من اصحابنا، با همون سندی که عرض کردم، سألت ابا جعفر، زراره میگه که من از ابو جعفر سوال کردم عن قول الله عز وجل، در مورد این آیه، این فرموده الله متعال و کان رسولا نبیا، من رسول و من نبی، من رسول و من نبی. رسول چی هست و نبی چی هست؟ قال النبی الذي يرى في منامه و يسمع الصوت ولا يعاين الملك. نبی اون کسی هست که خواب میبیند، یعنی در خواب به اون وحی میشود، صدا را میشنود و فرشته را نمیبیند. رسول اون کسی هست که صدا را میشنود، یسمع الصوت، و یرا فی المنام، در خواب به اون وحی میشود، خواب میبیند، و یعاین الملک، چیکار میکند؟ در واقع فرشته را هم میبیند. فرشته را میبیند. تفاوتش رسول و نبی در اینجا گفته اینه که نبی فرشته را نمیبیند اما رسول فرشته را میبیند. قلت الامام ما منزلته. خب جایگاه امام چی هست؟ اون رسول و نبی که جایگاهشون است، امام جایگاهش چی هست؟ قال یسمع الصوت ولا یرا ولا یعاین الملک، که صدا را میشنود ولا یرا، اما در خواب نمیبیند. اما اون رسول در واقع در خواب میدید، نبی هم در خواب میدید، اما امام در خواب نمیبیند. یسمع الصوت ولا یرا، یعنی اینکه خواب نمیبیند، ولا یعاین الملک، نبی ببخشید امام فرشته را هم نمیبیند.
تفاوت امام یعنی امام شیعه با پیامبران این است که اونها در واقع فرشته را میدیدند، رسولها و نبی ها نمیدیدند، اما امامان شیعه صدا را میشنوند، خواب نمیبینند، یعنی در خواب به اونها وحی نمیشوند و فرشته را هم در واقع نمیبینند. ثم تلا هذه الآیه، امام باقر این آیه را تلاوت فرمودند که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث، که این آیه این و ما ارسلنا، ما نفرستادیم قبل از تو هیچ پیامبری را، رسولی را و نبی را و محدثی را. این ولا محدثین شاهکار آقایون هست. در قرآن کریم چنین چیزی رو ما نداریم. در سوره حج آیه 52 فقط ولا نبیین اومده، ولا محدثین آقایون اضافه کردن تا اینکه جایگاه امامت رو در این در واقع اضافه بکنن. جالب اینجا است که در پاورقی همین در ولا محدثین در اینجا گفته ولا محدثین انما هو فی قراءت اهل البیت، این در قرائت اهل بیت در قرآن اهل بیت علیهم السلام هست و هو به فتح دال المشدده، به فتح دال مشدده هست، یعنی ولا محدثین. خب این روایت اول. این همین روایت دیگری هست در اینجا. روایت دومی که در اینجا هست از برید هست، از مروان ابن مسلم، از برید که یکی دیگر از راویان معروف شیعه هست، از ابی جعفر و ابی عبدالله. این از دو امام روایت کرده، هم ابو جعفر و هم ابو عبدالله. این همین روایت را فی قول الله، فی قوله عز وجل و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی ولا محدث. ولا محدثین در اینجا در قرآن در واقع اضافه کردن، اما در صورتی که در قرآنی که ما مسلمانان به اون اعتقاد داریم ولا محدثین در واقع وجودی نداره و این دلیل بر تحریف قرآن هست. اومدند که جایگاهی برای امامت ثابت بکنند، خب در قرآن نبود. در قرآن جایگاهی برای امامت نبود، نه به نام امام ذکر شده ائمه شیعه در قرآن کریم و نه به نام محدث ذکر شده. اینا اونجایی که الله متعال میفرماد وجعلنا للمتقین اماما، اون عوضش کردن تا اینکه برای شیعیان خودشون امامت رو ثابت کنن. وجعل لنا من المتقین اماما کردن، آیه رو تحریف کردن. در اینجا که الله متعال میفرماید که و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، اومدن ولا محدثین رو در اینجا اضافه کردن تا اینکه به جایگاهی برای ائمه خودشون در واقع از قرآن جلب بکنند که این در واقع تحریف قرآن است. اگر آقایون قبول دارند که این روایت صحیحه، نه تنها یک روایت نیست، چندین روایت هست، دو سه روایت در همین کتاب هست و چندین روایت دیگر در بحار الانوار و بقیه جاها هم هست، شاید هم بتوانند آقایون اگر به نفعشون باشه میتونن ادعای تواتر بکنن. سوال من این هست که حکومت جمهوری اسلامی با قریب بر 4 دهه‌ای که بر ایران حکومت دارند و چاپخانه دارند، چرا این قرآنی رو که در ایران چاپ میشه بر اساس این روایات صحیحشون تصحیح نکردند؟ درست. روایت میگه که صحیح هست، مجلسی گفته که صحیح است و شواهد خیلی زیادی هم دارد و جایگاه امامت رو ثابت میکنه. قرآنی رو که عثمان اونو در واقع جمع آوری کرده، این آقای مجلسی این حرفشه که این محدث را عثمان انداخته از قرآن. خب شما بیایید در ایران قرآن رو چاپ کردید، این محدث رو اضافه بکنید تا اینکه وضعیت شما مشخص بشه، تا اینکه ببینید که مسلمانان دنیا در مورد شما چه فتوایی رو در واقع صادر میکنن. غیر از این وقتی که ما به این روایات نگاه میکنیم، این روایاتی که در اینجا هستند کاملا متضاد هستند. روایاتی که در اینجا هستند کاملا در واقع متضاد هستند. این روایت اول هست. خب روایت اول در اینجا اومده که سوال کرده که و ما منزلت الامام منا، ما منزلتو، امام ما چه جایگاهی رو دارند؟ در اینجا گفته که یسمع الصوت ولا یرا ولا یعاین الملک. امام جایگاهش چی هست؟ این که امام فرشته را نمی‌بیند و خواب نمی‌بیند، فقط صدا رو میشنود. در روایت بعدی همین مطلب را آورده که در اینجا میگوید که ولم یسمع والامام هو الذی یسمع، امام اون کسی است که میشنود صدا را، یسمع الکلام ولا یرا الشخص، ولا یرا الشخص. این روایتی که در این باب آورده با روایت باب قبلی در واقع در تناقض است. روایت باب قبلی، روایت اول که با هم بررسی کردیم، در اینجا در مورد امام چی میگوید؟ امام چه کسی است؟ والذی یرا فی نومه، خواب میبیند، اونجا گفته نمیبیند. و یسمع الصوت، صدا را میشنود، و یعاین فی الیقظه و هو امام، در بیداری فرشته را میبیند و این امام هست. در یک صفحه بعدش در اینجا میگه که امامای ما جایگاهشون چی هست؟ که صدا را میشنوند ولا یرا، در خواب نمیبینند و فرشته را در واقع نمیبینند. این روایت اول هست. روایت دوم باز هم همین حرف رو در واقع زده. این روایت صحیحش متضاد با روایات باب قبلی هست.
غیر از این و جایگاهی رو که در اینجا خود آقای کلینی در اینجا مونده که بگه که امام، ببینید در باب اولی چی رو مشخص کرده؟ باب و طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه آورده بود. انبیاء و رسول و ائمه. خب هر چی گشت در قرآن دید که در واقع دلیلی برای امامت وجود نداره. دلیلی برای امامت، یعنی امامت ائمه شیعه که اینو در کنار انبیا بگذارند، دید که راهی نداره. در باب بعدی اومد عنوان عوض کرد، فرق در بین رسول و نبی، نگفت در فرق بین رسول و نبی و امام. خب در اونجا تو تفاوت رو آوردی، طبقات رو آورده بودی، اینجا یعنی فرقشون می آوردی. اینجا اومد اصطلاح رو عوض کرد، فرق بین رسول و نبی و محدث، و این کلمه محدث رو در قرآن اضافه کرد تا اینکه یک جایگاهی رو برای ائمه خودشون در واقع در اینجا بسازن و که این در واقع دلیل بر تحریف قرآن شد، نه دلیل بر جایگاه در واقع امامتی که آقایون براش مدعی هستن. خب یک مطلبی دیگه در اینجا قابله، یعنی تمام روایات این باب متضاد با روایات دیگری هستند. خب در روایت اول میگه که امام فرشته را نمیبیند، در روایت دوم میگه که امام فرشته را نمیبیند. در اون دو تا روایت این تعبیر آقای مجلسی امام هست، فراموش کرده که در اینجا محدث رو بیاره، میگه ول امامو. اما در دو روایت دیگری همون کلمه محدث رو که در قرآن اضافه کرده، در حدیث همون رو جعلش کرده. در روایت بعدی میگه که و این روایت هم از روایت خود آقای احوله. احول این همون روباهی که امام ابو عبدالله بهش گفته بود که تو روباهی، روباه صفت هستی، یعنی فریبکاری مثل روباه، این همون آقای احول هست، شیطان الطاق. میگه که اما المحدث فهو الذی یحدث فیسمع. محدث اون کسی است که بهش با اون حرف زده می شود و اون محدث می شنود، ولا یعاین، و فرشته را نمی بیند، ولا یرا فی منامه، و در خوابم به اون وحی نمی شود. و در روایت بعدی، روایت چهارم، باز هم همین مطلب را آورده، با اینکه دلالت بر تحریف قرآن دارند. میگوید المحدث الذی یسمع الصوت، صدا را میشنود، ولا یرا الصوره، اما صورت را در واقع نمیبیند. روایات متعددی در کتاب اصول کافی و در کتاب غیر اصول کافی آمده که ائمه شیعه فرشتگان را میبینند. ائمه شیعه فرشتگان را میبینند. هر چهار روایت که در اینجا اومده بود جایگاه امام را، چی بهشون بگیم امام اول و دوم و سوم، چی بگیم محدث اول و دوم و سوم، تا هر اصطلاحی که براشون در واقع قابل قبول هست، در هر چهار روایت اومده که ائمه شیعه یا محدث های شیعه امام را نمیبینند. اما در روایت دیگری به طور مثال روایت موالید ائمه را وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که در اونجا برعکسه. موالید ائمه جلد 1 صفحه 386 از این کتاب هست. در اینجا روایتی در اینجا آمده که انه لما كانت الليله التي علق فيها بجدي، در اون شبی که جد من میگوید که در واقع به نطفهش بسته شده، اتا آتن جد ابی، یک فردی اومد پیش پدر من، پیش جد من اومده، جد پدرم، به کأس فیه شربتون، یک لیوانی آورد که در اون یک نوشیدنی بود، ارق من الماء و الین من الزبد، که از آب هم رقیق‌تر بود و زیباتر، از نرمتر از زبد بود. میگه خب اینو آورد، اینو داد به جد من، پدر جد من اینو داد که این رو خورد. و احلا من الشهد و ابرد من الثلج و ابیض من اللبن فسقاه ایاه، این را به جد پدر من در واقع داد. و بعدش هم میگه وقتی که ولما ان كانت الليله التي علق فيها بابي، زمانی که پدر من نطفهش بسته شد، اتا آت جدی، فردی اومد پیش جد من و همین شراب را و همین لیوان را به اون هم در واقع داد. همین مطلب در روایت دوم هم اومده که اذا احب ان يخلق الامام امر ملكا، وقتی که الله متعال بخواد که ان يخلق الامام، امام را خلق بکند، یک فرشته ای را دستور میدهد، فاخذ شربة من ماء تحت العرش، آبی رو از زیر یک نوشیدنی را از زیر عرش برمی‌دارد، فیسقیها اباه، این شراب را و این نوشیدنی را به پدر امام در واقع میدهد و پدر امام از اون در واقع از اون نطفه به وجود میاد. این یک باب، روایت متعددی در این زمینه هست. روایت باب دیگری در جلد 1 صفحه 393 هست، ان الملائکه تدخل، ان الائمه تدخل الملائکه بیوتهم، که ائمه ما اینگونه هستند که فرشتگان وارد خونه هایشون میشوند، و تتأ بسطهم و تأتیهم بالاخبار علیهم السلام، که یعنی فرشتگان بر روی لحاف اونها پا میگذارند و اخبار غیبی میآورند. در خطبه 235 امام علی رضی الله تعالی عنه گفته بودند که اخبار و انباء آسمانی قطع شده بود، اما در
اینجا میگه که این بابی رو منعقد کرده که فرشتگان اخبار میارن پیش در واقع ائمه. خب در این روایت اومده تصافحهم الملائکه علی فرشهم، فرشتگان با اونها چیکار میکنند؟ مصافحه میکنند، دست میدن بر روی لحافهایشون. قلت و یظهرون لكم، آیا برای شما ظاهر میشوند اونها رو میبینید؟ قال فمسح یده علی بعض صبیانه، بر روی یکی از بچه‌هاشون سرشون دست کشید. فقال هم التف بصبیاننا منا بهم، یعنی اینکه بله اونها ما رو میبینن، ما اونها رو میبینیم، بر روی فرزندان ما بر سرشون پر میکشند، مهربانتر هستند به فرزندان ما. روایت بعدی از ابی عبدالله اینو نقل کرده، میگه که وضرب بیده مصاور فی البیت، یک بالشتی رو که در خونه بود دست رو زد روی اون بالشت و گفت که این بالشت طالما اتکت علیها الملائکه، خیلی زیاد اتفاق افتاده که فرشتگان اومدن روی این بالش تکیه دادن. ربما التقطنا من ذغبها، گاهی اتفاق میفته ما از پر و بال اونها هم چیزی رو در چیکار میکنیم؟ جمع میکنیم. خب روایت بعدی میگه که من وارد شدم، ابو حمزه سومالی میگه که رفتم پیش علی، دخلت علی علی ابن الحسین امام زین العابدین، رفتم دیدم که دخلت البیت و هو یلتقط شیئا، زین که ایشون دارند از روی زمین یک چیزی رو جمع میکنن. و ادخل یده من وراء الستر، یک چیز رو جمع کردن تو دستش پشت پرده به یک کسی دادن. فناوله من کان فی البیت فقلت جلت فداک هذا الذي اراك تلتقط ای شیء هو، اینا که جمع میکنی چی هست؟ فقال فضله من ذغب الملائکه نجمعه، یک پر و بال فرشتگان است که اینجا ریخته، ما اونها رو در واقع جمع میکنیم. اذا خلونا، وقتی که تنها باشیم اینا رو جمع میکنیم و اینا رو در گردن فرزندان خودمون در واقع میبندیم. و در ادامه اومده یا ابا حمزه انهم لیزاحمون علی تکعتنا، اینا بر روی بالشت های ما میاند، جا رو برای ما تنگ میکنند، جا رو برای ما تنگ میکنند. ببینید در اون دو تا باب صراحتا آقای مجلسی و آقای کلینی اومدن چند تا روایت آوردند که فرق امامای ما با انبیا و رسول این است که اونها فرشتگان را میبینند، اما ائمه ما فرشتگان را نمیبینند، فقط صدا رو میشنوند. در این روایت همهشون اومده که فرشتگان میان اینجا پیش ما مینشینند و ما اونا رو بهشون بالش تقدیم میکنیم، رو بالشت ما تکیه میزنند، بسر پر روی سر فرزندان ما میگذارند و جای ما رو تنگ میکنند و بالشون هم میریزه اونجا، پر بالشون هم متاسفانه الله متعال محکم کاری نکرده، بالشون هم در واقع میریزه. و غیر از این روایات متعددی در کتاب بحار الانوار اومده که دلالت بر این میکنه که این امر در واقع به حد یعنی شاید آقایان بتونن ادعای تواتر بکنن. بابی در اینجا هست، باب ان الملائکه تأتیهم، همون باب هست که آقا در اینجا هم آورده، منتها روایت بیشتری رو آورده. روایت از ابو عبدالله هست یقول مر بابی علیه السلام رجل، این روایت واقعا جالبه، یک روایتی رو درست کردن مثل روایت جبرئیل، روایت جبرئیل که اهل سنت دارند که جبرئیل اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و داستان طولانی داره، عین همون روایت رو اومدن جعل کردن، کپی کردن برای ائمه خودشون. میگوید که سمعت ابا عبدالله، از امام عبدالله شنیدم که یقول مر بابی علیه السلام، میگه که یک فردی از کنار پدرم عبور کرد، این از کنار امام باقر، رجل و هو یطوف، امام باقر طواف میکرد، یک کسی از کنارش رد شد، فضرب بیده علی منکبه، دست روی شانهش زد، ثم قال اسالک عن خصال، اون فرد غریبه دست زد روی شانه پدر من یعنی امام باقر و گفت من 3 تا سوال از شما دارم، عن خصال 3 لا يعرفهن غیرک و غیر رجل آخر، غیر از تو و غیر از یک نفر دیگر این سوالا رو نمیدونه، فقط تو میدونی، یک فرد دیگر میداند. فسکت عنه، پدرم ساکت شد حتی فرغ من طوافی، طوافشو کامل کرد. ثم دخل الحجر فصلى رکعتین و انا معه، در حجر ابراهیم اسماعیل رفت و 2 رکعت در اونجا خوند، میگه من هم اونجا بودم. امام جعفر صادق میگه فلما فرغ نادا، وقتی که نمازش تمام شد سوال کرد که این هذا السائل، این سائل کجا رفت، این کسی که سوال کرد که من سوال دارم. فجاء و جلس بین یدیه، اومد جلوی رویش نشست، دقیقاً همون کپی که از اونجا کردن، جلوی روی امام باقر نشست. فقال له سل، سوال بکن. فسأله عن مسائل فلما اجیب، وقتی که سوال کرد، وقتی که جواب داد پدر من، قال صدقت و مزا، راست گفتی. دقیقاً همون روایت اهل سنت رو گرفتن، فقط نامه رو عوض کردن و برای امام خودشون. فقال ابی، پدر من به من گفت که هذا جبریل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، در اونجا حضرت رسول الله فرمود از جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، اومده دین رو به شما آموزش بده. در اینجا اومده و میگه که بله این جبرئیل بود، اومده بود که شما چیکار بکنه، معالم دین رو به شما یاد بده. اونم به کی؟ به امام جعفر صادق. در روایت نموده کسی دیگر در اونجا بوده،
جعفر صادق بودند و باقر. غیر از این روایت زیاد هست در اینجا. این روایت یا مساور همون روایت قبلی هست. روایت اما والله وسدناهم الوسائد فی منازلنا، ما اونا رو یعنی تکیه میدیم بر روی بالشت هایی که ما در اینجا دادیم. یا عمار ان الملائکه لتاتینا و انها لتمر باجنحتها علی رؤوس صبیاننا، فرشتگان پیش ما میاند و دست که ندارند پر میکشند بر روی سر بچه های ما. یا عمار ان الملائکه لتزاحمنا علی نمارقنا، جا رو بر ما تنگ میکنند روی فرشی که در واقع ما نشستیم. روایت بعدی همچنین این روایتایی که من در اینجا رنگی کردم همه دلالت بر همین دارد. انهم لیاتون و یسلمون و نثنی لهم وسائدنا. جالب در اینجا است میگه ما بهشون تعارف میکنیم، بالشت رو بهشون تعارف میکنیم، کج میکنیم، تعارف یعنی بالشت رو به اونها. ان الملائکه لتزاحمنا و اینا لنأخذ من ذغبهم، روایت بعدی و همچنین روایت دیگری که در این زمینه اومده و زیاد هست. من نمیخوام که وقت متاسفانه رو به پایان هست. پس بنابراین در این روایات متعدد اومده که در واقع فرشتگان رو میبینند، اما در روایت باب چیکار هست؟ آقای کلینی میگه که نمیبینند. تمام روایت که اومده نمیبینند. این همه روایت که من نشون دادم در اینا میگه که میبینند، میان سلام علیک میکنن، دست میکشن روی فرزندانشون و جا رو تنگ میکنن بر روی ائمه. و متاسفانه این روایت این باب که بیاد برای این جایگاه امامت رو ثابت بکنه، اولا تحریف قرآن رو ثابت کرد و دوما این روایات متضاد در تضاد هست، یعنی تضاد در تضاد هست که متاسفانه بیچ اونان قابل قبول نیست. حالا میرسیم به این نتیجه، به این نقطه که آقای کلینی 20 سال زحمت کشید، میگن این کتاب رو نوشته. متاسفانه خودش در ظرف این 20 سال یک مرتبه این کتابش رو نخوند که صفحه قبلش با صفحه بعدش در واقع تضاد داره، یک بابش با باب دیگرش این اندازه در واقع تضاد دارن. و الان بیایم ببینیم آقای مجلسی چی میگه. آیا واقعا ما که چیزی نفهمیدیم؟ صراحتا من چیزی تا حالا متوجه نشدم که فرق بین رسول و نبی و امام و محدث در واقع چی هست. میریم سراغ آقای مجلسی ببینیم که در اینجا چیزی رو فهمیده، به ما هم بگه که فهمیدم و منم برای بینندگان عزیز نقل میکنم. بله، معروف ترین شرح کتاب اصول کافی است، مرآت العقول، معروف ترین و گسترده ترین شرحش است. خب در مورد حدیث اول در اینجا گفته بود صحیح هم که همون روایت تحریف قرآن هست که من نشون دادم که ولا محدثان را اضافه کرده بودن. آقای مجلسی میگه که یدل علی انه کان فی قراءت اهل البیت، دلیل بر این است که در قرائت اهل بیت این آیه همینجوری بله تحریف قرآن بوده. در اینجا بعضا میگه ولا محدثین و قیل یحتمل ان یکون بیانا، بعضی از مردم گفتند که این توضیح بیان هست برای آیه، یعنی در خود آیه نیست، این در واقع بیان آیه هست. اقول هذا بعید جدا، نه این بعیده، این بله امکان نداره که این بیان باشه، این از اصل آیه هست. میگه در اینجا میگه لکن و میگه که این توجیه قابل قبول نیست و این امکان توجیه کرد، این توجیه در واقع امکان پذیر هست، میشه که این توجیه رو کرد، اما با موارد دیگر در تضاد هست. در اینجا میگه که لکن اوردنا فی کتابنا الکبیر، ما در کتاب بزرگمون یعنی در کتاب بحار الانوار اخباری را آوردیم اصرح من هذه الاخبار، از این روایات صریح تره، از این روایت اول باب که گفته صحیح است، اون روایتی که در کتاب بحار من آوردم از این روایات صریح تر هست فی کون هذه الکلمه فی القرآن، که این کلمه در قرآن بوده، ولا استبعاد فی سقوط بعض القرآن عما جمعه عثمان، و هیچ بعیدم نیست که وقتی عثمان این قرآن را جمع کرده چیکار کرده؟ بعضی از قرآن را انداخته باشه. حدیث سوم هم که گفته بود صحیحه، این حرف رو زیر حدیث سوم گفته در شرح حدیث سوم. میگه وعلم ان تحقیق الفرق بین النبی والامام علیهم السلام و استنباط من تلك الاخبار لا یخلو من اشکال. میگه تحقیق فرق در میان نبی و امام و استنباط یک نوع فرقی از این اخبار لا یخلو من اشکال، خالی از اشکال نیست، نمیشه که این در واقع تفاوت رو از اینجا پیدا کرد. و کذا الجمع بینهما، جمع کردن در این روایت هم چیکاره؟ مشکل. خب روایت من نشون دادم، در روایت باب میگه که فرشتگان را نمیبینند، اما روایات متعددی هست که فرشتگان را میبینند. و بین سایر الاخبار التي سياتي بعضها و اوردنا اکثرها فی کتاب البحار فی غایة الاشکال، جمع کردن در روایات این باب و روایات دیگری که در بحار آوردیم این خیلی سخته، فی غایة الاشکال. روایات بابی که من در اونجا کاملا نمایش دادم.
والذی ظهر لی من اکثرها، چیزی که من در اینجا متوجه شدم از اکثر این روایات، هو ان الامام لا یرى الحکم الشرعی فی المنام، امام در خواب حکم شرعی را نمی‌بیند. و النبی قد یراه. و اما الفرق بین الامام و النبی و بین الرسول ان الرسول یرى الملك عند القاء الحکم، که رسول حکم را در هنگام القای حکم چکار میکند؟ می‌بیند. و النبی غیر الرسول، و نبی غیر رسول هست. و الامام لا یریانه فی تلک الحال، و نبی و امام در صورتی که فرشته صحبت میکند اینها فرشته را نمیبینند. این نقطه خیلی جالبی است در اینجا میگه و الامام لا یریانه، رسول و امام لا یریانه فی تلک الحال، در اون لحظه فرشته را نمیبینند، در لحظه که حرف میزند و وحی میآورد فرشته را نمیبینند. و این رآیاه فی سایر الاحوال، چون که اینا تضاد داره، روایت باید از جوری در واقع اینا رو جمع بکنه. میگه در اوقات دیگر میبینه، اما در زمانی که فرشته داره حرف میزنه امام نمیتونه که فرشته را ببینه. و یمکن ان یخص الملک الذی لا یرانه بجبریل، این واقعا دروغ و حافظه نداره. میگه امکان داره اون فرشته ای که ائمه نمیبیننش کی هست؟ جبرئیل باشه. اون فرشته ای که ائمه نمیبینن چی هست؟ جبرئیل هست. این کتاب من دوباره خدمت بینندگان نمایش بدم که این واقعا جالب هست. در اینجا روایت اولی که در اینجا آوردم، این روایت در اینجا چی بود؟ هذا جبرئیل اتاکم یعلمکم معالم دینکم، این جبرئیل بود که اومد به شما چیکار میکرد؟ معالم دین رو یاد بده. خب جبرئیل اومده چیکار بکنه؟ شوخی بکنه؟ برای بازی اومده که معالم دین را، یعنی احکام رو بگه. اما آقای مجلسی میگه که نه، خب در وقتی که حکم شرعی رو بیان میکنه نمیبینن. خب در اینجا اومده که دیده. میگه امکان داره اونی که نمیبینن جبرئیل باشه. این روایت و روایت بعدیش و چندین روایت در این باب اومده که خب اون جبرئیل رو دیدن. این واقعا دروغ، یعنی حافظه واقعا نداره. و یعم الاحوال لکن فیه ایضا منافرتون، میگه بازم خودش قبول داره که این حرفی زده برای عوام فریبی، خودش هم قبول نداره. میگه که امکان داره که این توجیه بشه که منظور جبرئیل است که جبرئیل رو نمیبینن، یا وقتی که حرف میزنند اونها رو نمیبینند. و یعم الاحوال لکن فیه ایضا منافرتون لبعض الروایات، این تضاد داره با روایات دیگری که در واقع وجود داره. و مع قطع نظر عن الاخبار، و با توجه الان از اخبار چیزی ثابت نشد، این همه خبر و این همه روایت آورد، الان میگه که ما قطع نظر عن الاخبار، الان صرف نظر بکنیم از اخبار. لعل الفرق بین الائمه و غیر اولی العزم من الانبیاء ان الائمه نواب للرسول لا یبلغون الا بالنیابه، میگه که فرقشون این است که ائمه نایبان رسول هستند و به نیابت در واقع چیکار میکنند؟ احکام شرعی رو میرسونند. و این کانت تلک النیابه اشرف و اعلی رتبه من تلک الاصاله، نیابتی که ائمه شیعه دارند مقامش بالاتر از اصالتی هست که انبیا دارند. اونها نبی هستند بالاصاله، الله متعال اونها رو انتخاب کرده، اما نیابت ائمه ما بالاتر از نبوت اونها هست. در واقع ربما یفرق بینهما بان الملک یلقی الی النبی، که در واقع اینم که حرف قابل قبولی نیست. و بالجمله خلاصه رو در اینجا میگه و بالجمله لابد لنا من الاذعان بعدم کونهم انبیاء، ما باید قبول بکنیم که اونها پیامبر نبودند. و انهم افضل و اشرف من جمیع الانبیاء، از تمام انبیا برتر بودند، پیامبر نبودند ائمه ما، اما از تمام انبیا چیکار بودند؟ برتر و بالاتر بودند. جمیع الانبیاء سوى نبینا صلوات الله علیه و علیهم و من سایر الاوصیاء ولا نعرف سببا لعدم اتصافهم بالنبوة، ما دلیلی برای این که اونها پیامبر نشدند، چرا پیامبر نباشند ما نمیدونیم. دلیلی برای این که پیامبر نبودند نمیدونیم مگر مراعات کردن خاتم انبیا، جایگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم. ولا یصل عقولنا الى فرق بین بین النبوة والامامه، عقلهای ما نمیکشه، ما نمیتونیم فرقی رو در میان نبوت و امامت چیکار بکنیم؟ پیدا بکنیم. صراحت میگه که فرقی رو ما نمیتونیم. آقای کلینی 20 سال زحمت کشیده بیچاره این ابواب جمع کرده روایات رو. آقای مدرسی میگه که عقل ما کار نمیکنه، ما از این روایات نمیتونیم که فرقی رو پیدا بکنیم. و ما دلت علیه الاخبار فقط عرفته، این اخباری هم که در اینا چی آمده بود اینو در واقع شما هم که دیدید که به هیچ عنوان در واقع قابل قبول نیست با این همه تضادی که در اینجا وجود داره. وقتمون در واقع به پایان رسیده. 3 دقیقه وقت داریم چنین، یعنی به هیچ عنوان تمدید نمیشه. و فرق و نبی رو که در این کتاب بزرگش در اینجا هم می آورد، من این یک نقطه رو هم خدمت بینندگان عزیز اشاره بکنم. و
در اینجا صراحتا این آورده که در کتاب بحار الانوار جلد 26 میگه تأکید و بیان اعلم ان ما ذکره من فضل نبینا و ائمتنا صلوات الله علیهم على جمیع المخلوقات و کون ائمتنا افضل من سائر الانبیاء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع اخبارهم. در این که انبیاء ما از تمام ائمه ما از تمام انبیاء بالاتر هستند، هیچ کسی در این زمینه شکی رو به دل خودش راه نمیدهد. علی وجه الاذعان والیقین والاخبار فی ذلك اکثر من ان تحصى. و روایات در این زمینه بیشتر از اون چیزی هست که در واقع چیکار بشن، قابل شمارش باشن و غیر از این. پس بنابراین خمینی هم که در واقع در کتاب حکومت اسلامی خودش گفته بود که من ضروریات مذهبنا، از ضروریات مذهب ما این است که ائمه ما یک جایگاهی رو دارن نزد الله متعال که نه فرشته مقربی به اون جایگاه میرسد و نه نبی مرسلی به اون جایگاه در واقع میرسد. و با توجه به این اعترافاتی که آقای مجلسی در این کتاب خودشون کردن، این ائمه‌ای که شیعه به آن معتقد هستند فراتر از ائمه هستند، حتی فراتر از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. این حرفی که ایشون گفته بودن غیر از رسول الله صلی الله علیه و سلم این قابل قبول نیست. روایات متعددی وجود داره. من این روایت چون که مهم است اینو خدمت بینندگان نمایش میدم. کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 169 بابی داره به نام ان الائمه هم ارکان الارض، که ائمه پایه‌های زمین هستند. در اینجا حضرت علی رضی الله تعالی این حرف از زبان ایشون ساختن جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد. همون فضیلتی رو که محمد صلی الله علیه و سلم داره، همون فضیلت رو حضرت علی رضی الله تعالی عنه دارند. و در ادامه میگوید که حضرت علی مقایسه میکنه در میان خودش و رسول الله و این رسول الله صلی الله علیه و سلم یدعا فیکسى. در روز قیامت الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم حله‌ای رو میپوشاند و به من هم میپوشانند. از ایشون اعتراف گرفته میشه، به حرف میاد، منم حرف میزنم علی حد منطقی در حد صحبت رسول الله. ولقد اوتیت خصالا، اضافه بر این به من یک خصلت هایی داده شده که قبل از من به هیچ کسی داده نشده. یعنی حتی به رسول الله، خودشون با رسول الله مقایسه میکنه، این چیزا من و رسول الله یعنی شریک هستیم. غیر از این علم منایا و بلایا و انساب و فصل خطاب این به من داده شده که به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده نشده بود. این روایت اول. روایت دوم باز هم این حرف رو میزنه. روایت بعدی یعنی مقطع بعدی همین روایت هست، باز هم این حرف رو میزنه. و در روایت بعدی که در اینجا هست و خود همین روایت سوم هست، باز هم این مطلب رو در اینجا حضرت علی رضی الله تعالی عنه داره تکرار میکنه که هر چیزی مقامی که رسول الله به اون رسیده منم رسیدم، غیر از اون من این جایگاه و این خصوصیت ها رو 6 مورد هستن اینا رو دارم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این موارد رو هم در واقع نداشته. پس بنابراین امامتی که شیعه استدلال میکنن نه در قرآن اثری دارد و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و جالب این است که در جاهایی که شیعه استدلال میکنن برای امامت خودشون میگن لفظ ولی آمده، لفظ مولا آمده، لفظ خلیفه آمده، لفظ امام در هیچ جا نیومده. در هیچ روایت صحیح لفظ امام که ائمه شیعه امام باشن چنین چیزی نیومده. و این چاری نداشتن به جز این که بیان این روایات رو در واقع جلب بکنند برای تحریف قرآن، تا اینکه ائمه خودشون در واقع بیارن در کنار انبیا قرار بدن و به اعتراف خمینی و به اعتراف مجلسی و دیگران جایگاه ائمه برتر از جایگاه تمام انبیا هست. پس بنابراین باید این تعبیر اصلاح بشه. شیعیان 12 امامی نیستند، بلکه شیعیان 12 پیغمبری هستند که هیچ ارتباطی با دین اسلام و با قرآن و با سنت رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ندارد. من تشکر میکنم از حضرت مولانا عبدالقدوس دهخان که این 2 باب از کتاب حجت رو در برنامه امروز بررسی فرمودن و ثابت شد که شیعیان مقام امامانشون رو برتر از پیامبران و برتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میدانند. و در همچنان در این 2 باب دیدیم که روایت‌های متناقض با یکدیگر بین این 2 باب و بین کتاب بحار الانوار که شارح اصول کافی مولا باقر مجلسی این کتاب رو نوشته وجود داره. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این گمراهان را که در پی عبدالله ابن سبع یهودی و دسایس و توطئه‌های وی که برای نابودی اسلام خودش و طرفدارانش رو بسیج کرده بود
راه افتادن. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی اینا رو دوباره به راه قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برگردانه. تشکر دوباره از شما جناب حضرت مولانا و تشکر از تک تک شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا حجت بی حجت دیگر همه شما عزیزان رو به پروردگار متعال میسپارم و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله.